إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. از الله متعال توفیق مزید میخواهیم که ما در این ماه مبارک رمضان با کتاب الله متعال رابطه پیدا کنیم و روز خود با ترجمه و تفسیر کتاب الله متعال سپری بکنیم. البته منظور از ترجمه قرآن کریم تنها تلاوت یا سمع شنیدن قرآن نیست. الله متعال هر پیغمبر که روان کرده برای تعلیم کتاب خود روان کرده. انبیاء علیهم السلام برنامهش 4 نکته داشت. تلاوت قرآن کریم که این وسیله شود برای فهم مطالب کتاب الله، و فهم مطالب کتاب الله وسیله شود برای تطبیق عملی زندگی مؤمن، و تطبیق عملی زندگی مؤمن ذریعه شود برای تزکیه، یعنی یک انسانی که واقعا پیرو واقعی پیغمبر باشه و معنای انسانیت در او مجسم شود، همینطور اشخاص ساخته شود. هدف ارسال یا روان کردن انبیاء علیهم السلام من حیث مربی و معلمین برای بشریت همین است که به انسانها انسانیت نشان بده و بندگان واقعی الله متعال برگردن. از امو خاطر هدف ترجمه قرآن کریم و تفسیر ما و شما تنها اشتراک نیست، بلکه ما از اول اراده بکنیم که الله متعال توفیق مزید بر ما نصیب بکنه که بعد از فهم مطالب کتاب الله در زندگی ما آثار این ترجمه دیده شود و ما واقعا تزکیه که هدف ارسال پیغمبرها هست در وجود خود مشاهده بکنیم و مردم ما را ببینه که واقعا ما از هر نوع اخلاق غلط و هر نوع عمل زشت و هر قسم عقیده نادرست بالکل پاک شده باشیم، که اینمی یک انسان واقعی مؤمن شمرده میشه که فلاح و کامیابی دنیا و آخرت نصیب همچو انسان است. از همون خاطر انما الاعمال بالنیات، ما در آمدن تفسیر قرآن کریم خود باید نیت خیلی والای داشته باشیم، هدف خیلی بزرگی داشته باشیم، نه تنها هدف و اصلاح خود بلکه در تلاش ازی باشیم که الله متعال برای ما و شما نصیب بکنه، توفیق بده که ما و شما این پیام یا این صدای کتاب الله را به او مردمی که سالا در تاریکی ها نشستن و هیچگاه زمزمه قرآن کریم در گوششان تنین انداز نشده برای از واب برسانیم. این اصل هدف ما باشه و ما هر کدام در اینجا که میاییم همین مقصد داشته باشیم که روز فرا برسه که الله متعال ما را توفیق بده و در پشت کتاب الله بشینیم، به دیگران هم ما کتاب الله را بیان کنیم، تدریس کنیم. در آیات قبلی که قبلا ترجمه شده بیان توحید الله بود. شبهات اهل کتاب که در مورد عیسی علیه السلام خصوصا از نصارا موجود بود، الله متعال کلش جواب داد و در اونجا یک نکته خیلی مهم و ارزنده که بیان شده است که عجیب است که یک پیغمبری که برای تحقق عقیده توحید کار کرده باشه، محنت کرده باشه، و کی شده میتاره که در آخر امر همه محنتای خود به باد هوا بده و مردم دعوت بده به سوی بندگی خود، مثل که در آیات قبلی الله متعال اونجا فرموده ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوة ثم یقول للناس كونوا عبادا لی من دون الله. هیچ پیغمبری طور کرده نمیتونه، عقل امیره تقاضا نداره که تمام عمر یک پیغمبر در دایی صرف بکنه که مردم به سوی توحید الله دعوت بده و بعد از اون نعوذ بالله در آخر امر مردم به عبادت خود دعوت بده. هیچ شده نمیتونه، بلکه هر پیغمبر به این خاطر آمده مردم ربانی جور میکنه، الله پرست جور میکنه که در همه زندگی خود به الله سجده کنه، به الله اطاعت و عبادت کنه، نه برای انسانها. شخصیت پرستی در دین الله متعال وجود نداره و نه انبیا برای از او دعوت داده، که رد بزرگ بود بالای او طایفه مردمایی که امروز از تابعدارای خود نعوذ بالله تقاضای احترام از حد زیاده میکنه، گاهی به رکوع از مردم تقاضا میکنه که ادبشان شوه و گاهی به سجده و گاهی به چارغوک رفتن.
افسوس است که آیات والای قرآن کریم امی صدا را بر ما میده که پیغمبران آمده برای از اینکه مردم دعوت به سوی توحید الله و یکتا پرستی الله دعوت بده، لیکن این امر کی تحقق پیدا میکنه؟ دمی آیت گفته بود ولكن كونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الكتاب. ربانیت وقتی حاصل میشه الله پرستی که تعلیم کتاب الله موجود باشه. اگر تعلیم کتاب الله موجود نباشه، در اون صورت میبینید که مراکز سجده ها نعوذ بالله عبادت ها برای مخلوق پیدا میشه. شما وطن خود بالکل به چشم سر مشاهده میکنید که در هر جای قبر است یک معبود بزرگ جور شده، سبب گمراهی بسیار مردم ها شده. علتش امیسته که مردم ربانی نیست. ربانی چرا نشده؟ تعلیم کتاب الله وجود نداره و بما کنتم تدرسون، خود تعلم هم نمیکنن، نمیخوانن درس هم. از امو خاطر اینجا دو نقطه یا دو خلل وجود داره. یکی از جانب علما که یا تعلیم نمیکنن، تدریس نمیکنن کتاب الله متعال، و یکی در جانب عوام که یا هیچگاه تلاش نمیکنه، محنت نمیکنه برای خواندن و تعلم که یا فرا بگیره آن چیزی که الله برشان روان کرده. الله متعال از این نکته ما را بیرون بکنه که ان شاء الله در جمله تعلمون الکتاب و تدرسون اردو شامل شدیم ان شاء الله. با آمدن ما، با نشستن ما و شما، ما همه ما در این نکته داخل هستیم که تعلیم کتاب الله میشه. این واقعیت است که کتاب الله برای ما و شما بندگی الله را نشان میده که بندگی الله با کدام سیستم میشه و عقیده یکتا پرستی را در قلب ما دیگه مستحکم و ریشه دار میسازه. از همون خاطر ما بار بار گفتیم به دوستای خود که ترجمه قرآن کریم به یک مرتبه سبب هدایت و فهم عقیده توحید نمیشه تا که بار بار تلاوت کنه انسان، بار بار در ترجمه ها شریک شوه، باز میدانه که قرآن چی پیام داره و ما مردم در کدام حالت مبتلا هستیم. از امو خاطر بعد از او گفت ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکه والنبیین اربابا. هیچگاه پیغمبر امر نمیکنه که ملائکه شما رب جور کنه و نه پیغمبران رب جور بکنه. یأمرکم بالکفر بعد از انتم مسلمون. آیا شما را امر میکنه به کفر پس از اینکه شما مسلمان هستی، به الله تسلیم شوی، به نظام الله؟ پیغمبر محنت خود در باد هوا نمیده و در این اشاره به است که هر پیغمبر جدیدی میآید امو کارکردگی و محنت پیغمبر سابق در نظر گرفته، هیچگاه طور نمیکنه که مردم دعوت بده به سوی بندگی خود و بندگی الله را فراموش کرده باشه. آل انبیاء علیهم السلام نمیه، آخری پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، اما این وظیفه و رسالت در دوش او کسان گذاشته شده که خود وارث پیغمبر می نامند. از امو خاطر این مسئولیت ماست. ما منت سر کسی نمیگذاریم، بلکه از الله متعال توفیق ادای مسئولیت میکنیم که الله متعال ما را توفیق نصیب بکنه که مسئولیت خود ادا بکنیم. در این آیت الله متعال بیان رسالت میکنه. حالی را تحقق مسئله توحید بود، حالی موضوع مرکزی قرآن کریم که سه موضوع است، توحید، رسالت و مسئله آخرت است. دوم مسئله رسالت در اینجا بیان میکنه. در این رسالت بیان رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم میشه، لیکن این رسالت پیغمبر الله متعال به یک نمونه پیش میکنه که یهود و نصارا خیلی ملزم میشه، ملامت میشه. چرا؟ در کتابای از الله متعال نشانه های حقانیت ای دین، کامل بودن ای دین مکمل بیان کرده. غیر از این دین هیچ دین دیگری به نزد الله متعال منظور نیست، مقبول نیست. چطور شده میتونه اسلام کسی رها بکنه و نظریات کسای دیگری را قبول بکنه، پشت از او بروه؟ و همچنان در اینجا برای ما واضح میشه که پیمان گرفته شده هم از انبیاء علیهم السلام سابق و هم از پیروانشان که هرگاه پیغمبر جدید میاد شما او را نصرت میکنه، ایمان سرش می مخالفت نمیکنه. وجهش است که او تصدیق کننده نظام سابق است. هیچ پیغمبر مخالفت با پیغمبر دیگری نداره. در تمام مسائل اصولی و عقیدوی همه انبیاء علیهم السلام متحد هستند. یک مکتب اسلام است، تسلیمی به نظام الله متعال که در رأسش یکتا پرستی قرار داره، یعنی عقیده توحید الله. از او خاطر در این دو توجیه میکنیم. و اذ اخذ الله میثاق النبیین، قابل یادآوری است در آن وقتی که گرفت الله متعال میثاق النبیین، وعده محکم از انبیاء علیهم السلام. میثاق امو وعده را میگه که تاکیدش کرده شده باشه، دیگه محکم کرده شده باشه.
محکمه اینجا توسط اقرار و اعتراف خودشان است. الله متعال انبیاء علیهم السلام که وعده پیش میگیره، از پیشان دیگه اعتراف اقرار سرش میکنه و بعد از او برش میگه که اینی امر شما بجا بکنه. لما آتیتکم من کتاب و حکمت، هرگاه ما برای شما دادیم از کتاب و حکمت، حکمت دانش میگه. در کتاب الله فهم درست به کسی پیدا شوه، اینم حکمت میگه. وی در حقیقت امو زندگی عملی پیغمبران علیهم السلام میباشه که ما و شما از او تعبیر به حدیث میکنیم. هیچ پیغمبری نامده مگر برای تشریع دین الله آمده. زندگی از او نمونه تطبیق عملی کتابای الله می باشه. از همون خاطر پیغمبر علیه السلام تمام زندگیش حدیث است. اگر قولش است، اگر عملش است، اگر کسی را تایید و تقریر کرده، این کلش به نام حدیث نامیده میشه و این تطبیق عملی کتاب الله متعال است. از این معلوم میشه که الله متعال میگه بعد از اینکه برای شما کتاب دادم و برای شما توسط پیغمبر تشریع همی کتاب کرده شد و تطبیق عملی کتاب کرده شد، حالی دیگه هیچ عذر به کسی باقی نمیمانه. چرا در تعلیمات پیغمبر بیان حقانیت پیغمبر دیگه هست که از پشت سر میاد، نشانه های ارزو ذکر شده می باشه. خصوصا پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم که در کل طبقات تاریخ الله متعال از هر پیغمبر و پیروانش در مورد پیغمبر خبر و آگاهی داده و از وا قول نصرت و تایید گرفته که شما خامخا این را تایید میکنی و نصرت میکنی. از این خاطر این آیت برای تعظیم و احترام بزرگی پیغمبر علیه السلام بالکل کفایت میکنه که پیغمبر در کدام مرحله قرار داره. الله متعال میگه هرگاه ما براتون دادم، لما آتیتکم من کتاب، هرگاه براتون دادم من کتاب، از کتاب و حکمت که او تشریع پیغمبر و تطبیق عملی پیغمبر است. می کتابه ثم جاءکم رسول، بعد از بیا برای شما پیغمبر. چطور پیغمبر که نشانه های تصدیق بالکل وجود داره. مصدق لما معکم، سه ترجمه داره. مصدقون که او موافق است، لما برای او صفتایی که معکم امرای شما در مورد پیغمبر موجود است. در کتابایتان صفتای پیغمبر موجود است و همو صفتا مکمل مطابق امی پیغمبری که آمده مطابق می باشه، هیچگاه مخالفت نداره. در این صورت برالاگه پس که انکار نکنه. دوم معنا مصدق لما معکم تایید کننده است. لما برای او کتاب و نظامی که معکم امرای شماست، یعنی برنامه دعوتی از این مخالف است، برنامه دعوتی شما نیست. همون نظامی که شما پیروی میکنی پیغمبر هم همون نظام پیروی میکنه، دیگه هیچ وجه انکار یا مخالفت وجود نداره. دو ترجمه. سوم مصدق لما معکم، تصدیق کننده است برای اون مضامین اصولی و عقیدوی معکم که امرای شماست. پس هرگاه کسی در اصول امرای ما شریک باشه، هیچگاه در مسائل فروعی سبب اختلاف شده نمیتونه که پشت سر ای آیتا بخیر میه تشریح میکنیم که اختلاف دو قسم است. یکی اختلاف در اصول و نعوذ بالله نظر به خواهشات نفسانی است و یکی اختلاف بنابر تفاوت استعداد است و رأی و نظریات اجتهادی است که پشت سر آیات دیگه میایه ان شاء الله اونجا تشریح میکنیم. الله متعال این پیمان گرفته. چی قسم پیمان گرفته؟ لتؤمنن به. اول گپ خامخا شما ایمان میاری به اونمو پیغمبری که پشت سر میاد، یعنی شما باور میکنی که پیغمبر الله متعال است. ولتنصرنه، و خامخا شما نصرت میکنی او را. سپاره سوم است، آخر سپاره سوم است، آیت 81 از سوره آل عمران. سوره آل عمران در پاره سوم تقریبا حصه آخریش است و آیت 81 سوره آل عمران است. ولتنصرنه، خامخا شما امداد میکنه، نصرت میکنه همی پیغمبره، در برنامه دعوتش هیچگاه مخالفت نکنه بلکه تایید از او را بکنه. قال اقررتم، الله متعال از جا سوال میکنه آیا شما اعتراف کردید این موضوع، این مسئله بالکلی را میپذیره؟ و اخذتم علی ذالکم اسری، گرفتید شما معنایش قبول کردید علی ذالکم به اینمی موضوع عهد اسری پیمانی مرا، شما قبول کردی پیمانی مرا به اینمی گپ؟ قالوا اقررنا، انبیاء علیهم السلام و در ضمن پیروانشان این اعتراف کرده. از او خاطر الله متعال میفرماید قال فاشهدوا، پس شما شاهد باشه، یعنی یکی بالای دیگه تان. چرا که در این مجلس همه تان حضور داره، سبا کسی انکار نمیکنه. یکی به دیگه میگه ما و شما کلی ما حاضر بودیم که میگه پا گفتیم و انا معکم من الشاهدین، ما امرای شما از جمله گواه هستم، یعنی شاهدی دادنیستم. الله متعال میگه شاهدی ما خواست است
که شما چی کرده. در اینجا مفسرین کرام دو نظر داره، اگرچه نظرها زیاد است اما مهمترین نظر دو نظر است. اول نظر مراد از رسول هر پیغمبر است، از امو خاطر مطلق رسول بعدی که میاد باید پیغمبر اولی و قدیمی او را تایید بکنه. در اینجا دو موضوع است، یکی تایید کردن پیغمبر بعدی برنامه پیغمبر سابقه. کدام دعوتی که پیغمبر سابق داده هر پیغمبر جدید باید او برنامه را تایید بکنه، او را رد نکنه. و این واقعیت است، همونطور رد کردن نمیتونه، چرا که برنامه دعوتی پیغمبر جدید هو به هو برنامه دعوتی پیغمبر قبلی است. چرا دین همه انبیاء علیهم السلام اسلام است که این پشت سر بر ما میآید. غیر از اسلام الله دیگه دین نمیپذیره. اینمی قسم که پیغمبر جدید پیغمبر سابق تایید میکنه، پیغمبر سابق پیغمبر جدید هم برنامه‌اش تایید بکنه، با پیروان خود توصیه بکنه و بگویه که هرگاه یک پیغمبر به این نشانه ها میآید و اینمی قسم برنامه داشته باشه، شما از او پیروی میکنی و نصرتش میکنی، رای مخالفت در پیش نگیری. چرا این موضوع خیلی مهم است که هر پیغمبر الله از انبیاء علیهم السلام پیمان گرفت و خود انبیاء علیهم السلام از پیروان خود باید این پیمان بگیره. مثل که ابراهیم خلیل الله به اولاده خود امیر گفت که فلا تموتن الا وانتم مسلمون، امی پیمان از اولاده خود ابراهیم علیه السلام و یعقوب علیه السلام هم گرفته. چرا ایره؟ علت است که هرگاه انسان سر یک نظام سابق خود یک مدت روان باشه، آنقدر این نظام برش محبوب جلوه میده که آینده نظام که میآید هر قدر دعوت برش بدی او به هیچ وجه آماده نیست که آل نظام جدید بپذیره. نظام جدید برش یک نوع نعوذ بالله تغییر یا اختلاف در نظام سابقیش و یک نوع تحقیر و توهین فکر میکنه. البته میگه نظام جدید آمد در حالی که نظام ما هم حق بوده، ما چرا این را اعلا بکنیم؟ این موضوع بسیار آسان است حل ازی. آمدن انبیاء علیهم السلام برای امتها به مثل صنفای است که از یکی صنف با صنف دیگه ارتقا میکنه. الله متعال کمالاتی را که به پیغمبر صلی الله علیه و سلم و به امتش نصیب کرده در امتهای سابقه موجود نبوده. الله متعال این دین دیگه هم کامل ساخته. از همون خاطر الله که کدام نظام را خواسته بود که در پای تکمیل برسانه، اونمو را الله متعال برای پیغمبر خود تکمیل کرد. از همون خاطر آمدن انبیاء علیهم السلام حیثیت یک صنف بالا رفته نداره. از همون خاطر صنف بالاتر از صنف پایینتر کرده زمان مضامین جدید میآید. نگویا که ما این مضمون در صنف سابقه نخوانده بودیم، ای ما قبول نداریم. نه، تو در صنف جدید آمدی، از تو یک چیزی زیادت تقاضا و طلب کرده میشه. از امو خاطر ایجا باید انسان سرپیچی نکنه. دو زمان و عصر اونمو قانونی الله بری تو کافی بود سرش عمل میکردی. امروز الله متعال این قانون برات روان کرده، تو باید عمل بکنی. این موضوع خیلی مهم موضوع به خاطری است که امروز ما و شما درگیری امچو مسائل هستیم. یک عالم اگر در یک منطقه هست، زمانی که یک عالم دیگه میاد مسئله را از اموجه بیان میکنه که خودی از او بیان میکنه. منبع دین ما کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. خودی امو عالم هم از همین منبع به مردم تقریر و تبلیغ میکنه و یک شخص دیگری میاد از همین دو منبع از او کده زایدتر، از او کده فامیده تر بیان میکنه. آلی عالم سابق باید ایره رد نکنه بلکه ایره تایید بکنه. چرا؟ به خاطری که از کدام منبع خود بیان میکرد از همون منبع ای هم بیان میکنه. از همون خاطر اگر اینمی روش در پیش بگیره هیچ نوع اختلاف پیدا نمیشه. اما تأسف در اینجاست که هرگامی عالم از کدام منبع که بیان میکنه عالم دیگری بیا و از همون منبع بیان میکنه، باز میبینی که ایره نمیپذیره. امروز مردم ما که دوچار اختلافات و سردرگمی است از همین خاطر است. علمای سابق ما واقعا بسیار علمای مجاهد و مبارز داشتیم، اما دایره علمیش چقدر بود و چقدر معلومات و اسباب و وسایل برش مهیا بود ایره هر کس میدانیم. ما در مسائل دنیا میبینیم که وسایل سابقه خیلی ناکام و کمبود بوده نسبت به وسایلی که فعلا در دسترس داریم. زمان سابق پکه نداشتیم، اینطور گروپای روشن نداشتیم، ما وسایل ثبت نداشتیم، کامرا نداشتیم که تصویر جای دیگر نشان بده. اینمی قسم در مسائل علمی هم اسباب و وسایل جدید آماده شده. از همون خاطر اسباب و وسایل جدید بدیهی است که علم جدید و علم زیاده به علما نصیب میکنه. تو بخواهی به یک کلیک کردن
یک حدیث کار داری، در مختلف کتب حدیث مو حدیث برات میآید، روایتش حتی سر افراد یا سندش گپ زده شده که ضعیف است یا موضوعی است یا صحیح است. اما سابق علما تلاش میکردن کتاب پیدا بکنه، او کتاب موجود نبود. از امو خاطر است که قرآن کریم یکی از جمله برنامه های تربیتیش امیسته. تو بگو آیت قرآن کریم نو بر ما نازل میشه و ما را راهنمایی میکنه که ما چه قسم زندگی را پیش ببریم و ما چه قسم تسلیم به دین الله متعال باشیم. چقدر خوب است پیغمبر جدید هرگاه اوصافش تایید کننده باشه باید بپذیریم. بله در بعض مسائل اگر تایید نمیشه حتما مسائل خرافاتی است، مسائل خودساخته است، در دین داخل شده اما از دین نیست. مثل که آل شما مشاهده میکنه یک سلسله بدعت ها و رواج ها جای دین گرفته و پیش مردم دین تلقی میشه، حالا که دین نیست. زمانی که سر از او رد میشه مردم یک دم اساسیت میکنه و مردم تنفر میکنه از عالم جدید. خب با تاسف علمای سابق ما اگر همی قدر بگویه به مردم که او مردم قطمه یک کتاب بود، عالم جدید یک موتر کتاب آورده، فرق است بین ما و او. برای ازی اسباب امکانات خیلی زیاد است و برای ما موجود نیست. بالکل تا وقتی که از کتاب الله و سنت رسول الله بیان کنه شما بپذیره، اختلاف وجود نداره، سردرگمی از بین میره، کلی گپا حل میشه. اما تاسف در اینجاست که ما این گپا تسلیم نمی کنیم. زمانی که الله متعال از انبیا امی قول امی پیمان میگیره، آیا تابعدارای انبیا علیهم السلام که علماست از یا امی پیمان نمیگیره؟ از امیام امی پیمان گرفته که هر عالم جدیدی که مصدر یا مأخذ تقریر و تبلیغ و درسش امی قرآن و سنت باشه شما مخالفت کرده نمیتونه. چرا؟ به خاطری که همین وجهی که تو میگی وجه حقانیت توست، امو وجه حقانیت دیگرها هم است، امو علمای جدید هم است. از او خاطر در اینجا مفسرین مطلق رسول گرفته. پس هر پیغمبر که آمده، پیغمبر سابق الله تعهد گرفته، پیمان گرفته که پیغمبر جدید که میاد اگر تو موجود بودی نصرتی از او را میکنی و باور سری از او میکنی. نمیگی که مکتب ما جداست و مکتب از او جداست، ما جدا جدا زندگی میکنیم. الله متعالی پیمان گرفته. چقدر خوب سالی امروز یهود و نصارا زمانی که دین جدید اسلام آمد اگر مطابق امو صفاتی که در کتابایشان ذکر بود و امو پیمانایی که در کتابشان ذکر بود عمل میکرد، امروز امت اسلامی و پیروان کتاب آسمانی متحد یک طایفه می بودند، اما آنها بنابر خواهشات نفسانی و یکی نعوذ بالله تکبر کردن، خود کلان تراشیدن و خودت طور فکر میکردن که جنت مخصوص ماست به دیگه کسا این جنت نیست. و قالوا لا يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا میگفتند. این سر باز زدن از اطاعت پیغمبر جدید. این سبب اختلاف شد و امت به سه پارچه کسایی که پیروان کتاب آسمانی است تقسیم شدن، یهودیت و نصرانیت و اسلام. دوم نظریه از مفسرین در این آیت است که مراد از رسول پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. اگر از رسول انبیا علیهم السلام گرفته شود اشاره به این میشه که دین تمام انبیا یکی بوده، متحد بوده، هیچ نوع اختلاف در بین انبیا علیهم السلام ولو که قبلا آمده یا بعدا آمده موجود نیست. از امو خاطر در این صورت کل مکتب انبیاء علیهم السلام متحد است، هیچ نوع اختلاف دوا وجود نداره، بل اختلافات تطبیق عملی قانون الله کم کم وجود داره نظر به ظروف و زمان چرایی فرق میکنه، اما در اصل احکام الله متعال فرقی وجود نداره که او مضامین اصولی است. دوم توجیه که عبارت از رسول پیغمبر صلی الله علیه وسلم یعنی پیغمبر آخری شوه اشاره به بلند بودن شان و مرتبه پیغمبر صلی الله علیه وسلم میشه. و اینجا است که برای ما این درس میده که هرگاه انبیاء علیهم السلام سابقه مامور شدن که خود پیمان داده به الله متعال و به واسطه انبیاء پیروانشان پیمان به الله داده که اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم ظهور کرد خامخا او را ایمان سرش میاره، باور سرش میکنه و در صورت موجودیت نصرت و یاری از او را میکنه، یعنی در برنامه دعوتی پیغمبر شامل میشه و مکمل دفاع از برنامه دعوتی پیغمبر میکنه. وقتی انبیاء علیهم السلام به این گپ مامور شدن که بعد دعوت پیغمبر یام ادامه بده و نصرتش بکنه، ما که امت خودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هستیم در کدام مرحله قرار داشته باشیم؟ از همون خاطر است که پیغمبر علیه السلام وقتی که دید که بعضی صحابه تورات میخواندن
مثل که عمر رضی الله عنه تورات میخوان، چهره مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم سرخ میگشت. ابوبکر رضی الله عنه با عمر میگه ای عمر میبینی چهره پیغمبر؟ وقتی عمر رضی الله عنه چی کرد؟ نظر کرد به سوی پیغمبر علیه السلام، پناه جست از غضب الله و از غضب پیغمبر صلی الله علیه و سلم. بعد از پیغمبر علیه السلام در یک کلمه خلاصه کرد که لو کان موسی حیا ما وسعه الا اتباعی. اگر موسی علیه السلام زنده می بود گنجایش نداشت به جز از اینکه پیروی مرا بکنه. از همون خاطر عیسی علیه السلام زمانی که پس در زمین می آید به جز از پیروی پیغمبر صلی الله علیه و سلم چاره نداره. چرا نداره؟ الله متعال پیمان گرفته، تعهد گرفته از همه انبیا علیهم السلام. پس از این معلوم شد که کمال نظام پیغمبر ما در کدام سرحد قرار داره که حتی پیغمبر سابقه هم در امت پیغمبر شامل میشه و بعد پیروی از پیغمبر بکنه. پس حال او مردمی که نعوذ بالله نظر پیغمبر، حدیث پیغمبر میگذاره و نظریات و افکار علما را در پیش میگیره، ولو هر قسم عالمی برجسته و خیلی شهرت یافته و نامدار باشه، هر قدر متقی باشه، تقوای از او برابر پیغمبر شده نمیتونه. هر عالمی برجسته ما خطا میشه، اما پیغمبر معصوم است. موسی علیه السلام معصوم است، امام ابو حنیفه رحمه الله معصوم نیست. موسی علیه السلام معصوم است، امام شافعی رحمه الله معصوم نیست. موسی علیه السلام معصوم است، امام مالک احمد ابن حنبل رحمت الله علیهما یا معصوم نیستند. شده میتونه آیا که نظریات این علمای مشهور ما بگیریم و حدیث صحیح پیغمبر صلی الله علیه و سلم متروک شوه، عمل سرش نشوه و در زبان عالم ما این کلمه بیا که بله در حدیث ثابت است اما در مذهب ما نیست. این کلمه قریب است که سنگ الله سر ما بباره. واقعیت اگر الله متعال ما را تباه بکنه بعد تباه بکنه. چطور شده میتونه ما و حدیث پیامبر بگذاریم، عمل پیامبر بگذاریم، خودم اعتراف داریم که بله در حدیث موجود است و بعد از او عذر نه عملی کردن حدیث پیامبر ای را بیان کنیم که در مذهب ما نیست. ای را ما گمراهی می نامیم، گاهی ای رای هدایت نیست. ما باید خود بفهمانیم پیغمبر برش گنجایش نیست بجز از پیروی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. از امو خاطر است پشتی سر بر ما میاد که اختلاف در کدام سر حد رسیده. ما از امامای خود چی جور کردیم؟ انبیا جور کردیم یا نه که من حیث یک عالم و مفتی دین اگر فتوای از او مطابق کتاب الله و سنت رسول الله باشه علی الرأس والعین، اگر مخالفت آمد باز دیگه قبول نمیشه در مقابل سنت رسول الله. ادعای ما، دعوت ما، صدای ما، آواز ما بجز از امی گپ دیگه گپ نیسته. ما ائمه علمای دین توهین و تحقیر نمی کنیم. ان شاء الله آنقدر احترام و عظمتشان در قلب ما موجود است، ولی به خاطر رضای الله که خدمت دین کرده و خودم خبر نداره که مردم ما را پیغمبر معصوم جور کرده، نظریات ما را سری حدیث پیغمبرم ترجمه میده. کاش کی آگاه باشه در روز قیامت باز معلوم میشه که وا اعلان براءت از کدام طایفه میکنه و از کدام مردم وا اعلان بیزاری خود میکنه. الله رحم بکنه. خدا در این صورت که رسول مراد از پیشش پیغمبر صلی الله علیه وسلم شوه معلوم میشه برجستگی و کمال منزلت پیغمبر صلی الله علیه وسلم. از او خاطر راجح قولم به نزد مفسرین امیسته که آیت در مورد خصوصی پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. پس در این صورت ترجمه طور میشه و اذ اخذ الله میثاق النبیین، قابل یادآوری است در آن وقتی که گرفت الله متعال میثاق النبیین، وعده محکم و پیمان مؤکد النبیین از پیغمبران علیهم السلام، لما آتیتکم هرگاه که دادم بری شما من کتاب از کتاب و حکمت دانش یا احادیث یا برنامه پیغمبر که کتاب تشریح میکنه، ثم جاءکم رسول، بعد از آمد بر شما پیغمبر که مراد از پیشش رسول الله صلی الله علیه وسلم است، مصدق لما معکم که موافق است لما امرای و صفاتایی که معکم امرای شما در کتابایتان وجود داره. اما صفاتای پیغمبر در کتابایتان موجود است و پیغمبر موافق امو صفات آمد. یا مصدق لما معکم، تایید کننده است امرای او مسائل اصولی که امرای شماست. برنامه دعوتی از این مخالفت و مغایرت با برنامه دعوتی موسی و عیسی علیه السلام نداره. چی باید بکنه؟ لتؤمنن به، خامخا ضرور به ضرور شما ایمان میاره به این پیغمبر جدید. بدون ایمان آوردن به پیغمبر جدید اسلام شمردن همیشه و شما مومن خود گفته نمیتونه. یک تعداد از افرادی که 4 روز در آلمان و در امریکا زندگی کرده امروز میگه دین کلش دین است، اصل اسلامی نمیره که مردم آزار نده. این گپای الحاد است. نه آزار دادن کل اسلام نیست.
نه آزار دادن یک جزی برنامه اخلاقی اسلام است که در یک گوشه قرار داره. اسلام تسلیمی به نظام الله متعال است، به یکتاپرستی الله تسلیم شدن است، به امی عبادت و یا امی تسلیمی را به نقشه پیغمبر صلی الله علیه وسلم عملی کردن است. اگر یک آدم الله را بپذیره، بله عقیده توحید الله را داشته باشه، اما عقیده توحید الله را به نقشه پیغمبر عملی نمیکنه، بازی ملحد و کافر است، گاهی مسلمان شمرده نمیشه. اینجا ضرور است که برنامه‌ای که الله بر ما روان کرده به نقشه و پیروی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیش بروه و به جز از ایمان به پیغمبر هیچ ایمان صحیح نمیشه. یک وعده ولا تنصرنه، خامخا شما نصرت و امداد میکنه امی پیغمبر برنامه دعوتیش امداد کنه. امداد امرای پیغمبر، کدام دعوتی که پیغمبر میداد باید قطعش استاد باشی، تایید بکنی و بعد از او برای عملی کردن از او تو باید گام برداری و دفاع از او بکنی. از امو خاطر مفسرین نوشته میکنه که نصرت پیغمبر در این زمانه که خود پیغمبر وجود نداره، دعوت از او را و نقشه از او را احیا و زنده کردن و مردم طرفی از او دعوت دادن و در صورتی که نعوذ بالله در مخالفت واقع میشه از او سرسخت دفاع کردن. این نصرت با کیست؟ با پیامبر صلی الله علیه و سلم است. وقتی امتهای سابقه مامور به این گپ بودن، امت خودی پیغمبر علیه السلام خو اولاتر و از او کده اولتر مامور به این گپ هستند. الله متعال توفیق نصیب بکنه. قال اقررتم، الله متعال فرمود انبیاء علیهم السلام و در ضمن انبیاء پیروانشان هم است، آیا شما اعتراف به این موضوع کرده، به این پیمان بپذیره؟ و اخذتم علی ذالکم، و گرفته بالای موضوع اسری پیمانی محکمی مرا قبول کرده؟ قالو گفتن اقررنا، ما اعتراف میکنیم، بالکل واقعیت داره و بالکل درست است. مذمت یهود و نصارا که میشه به این خاطر میشه که پیغمبرانشان وعده محکم به الله سپرده و خود پیغمبران از پیروانشان اینمی قسم وعده محکم از پیشان گرفته که پیغمبر جدید شما نصرت و یاری میکنه. اما برخلاف یهود و نصارا نظر به او منافع دنیوی که برشان برابر شده بود نمیخواستن او در خطر بیفته، از امو خاطر رای مخالفت دعوت پیغمبر در پیش گرفت. قال فاشهدوا، الله متعال میگه شما مشاهد باشید در بینتان یکی بالای دیگه همه تانی اقرار کرده. و انا معکم من الشاهدین، من امرای شما من الشاهدین از جمله چیستم؟ شاهد هستم. یعنی این واقعه را مکمل امرای خود دارم که شما وفا میکنی یا جفا. یک معنا. قال فاشهدوا، الله متعال میگه انبیاء علیهم السلام فاشهدوا، شما تعلیم بده پیروانتان تابعدارایتان این موضوع را بیان کنه. و انا معکم من الشاهدین، من امرای شما از جمله بیان کننده هستم. چرا در کتابای خودی موضوع را جا به جا بیان میکنم که حقانیت نبوت پیامبر صلی الله علیه و سلم در همه امتها گفته شود. از امو خاطر حدیثی که میگه که پیغمبر علیه السلام میگه کنت نبیا و آدم بین الماء و الطین، آدم علیه السلام در آب و گل بود. این معنا نداره مثل که بعضی مردم میگه پیغمبر اولین و آخرین. پیغمبر اولی نیست. پیغمبر کسی را میگه که دعوت دین میده. پیغمبر در وقت پیدا نبود، چه قسم دعوت دین داده باشه؟ بله اثبات نبوت شهرت پیدا کرده بود حتی در او زمان هم. یعنی شهرت نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در او زمان هم بوده، از دیگه انبیاء علیهم السلام به او مقدار نبوده. اینه که او در او وقت پیغمبر بود، مردم دعوت میداد. این گپ معنا نداره و این مقصدی چی نیست و حدیث. فمن تولا بعد ذالک، اینجا مراد او مردمایی هستند که همین دین وسیله تفرق و اختلاف گرفتن، نعوذ جور کردن. اصل دین برای اتحاد آمده بود. نظام الله که میاد مردم متحد میسازه، اما یا گرفتن این وسیله تفرق کردن. فمن تولا، کسی که اعراض میکنه از این پیمان عملی نمیکنه، پیغمبری مرا تایید و نصرت نمیکنه، ایمان سرش نمیاره بعد ذالک، پس از این گرفتن پیمانی محکم، الله متعال میگه فاولئک، این می مردما هم الفاسقون، از نظام الله برآمدنی و خارج شدنی است. خارج شدنی مردمانی هستند که تاکیدات پیمان الله را نادیده میگیره
و نعوذ بالله سر از او عمل نمیکنه که یهود و نصارا است. یهود و نصارا دین مایه وحدت بود، همه فرقه ها و توده ها را با هم پیوست میکرد. هر پیغمبر که آمده توده ها را پیوست میکنه، اما یا گرفتن دین سبب تفرق خود ساختن. یهود گفت یهودیت اولاست، نصارا گفت نصرانیت اولاست، این مسلمان ها آمدن گفت اسلام اولاست. اما طور اختلاف در بین باقی من، حالان که دین مایه وحدت است. امروز اگر می گپه ما در خود بررسی بکنیم، در خود ارزیابی بکنیم، شما باور به الله بکنه اما حالت سر ما آمده. دین به جای از که ما را متحد بسازه، متفق بسازه، نعوذ بالله ما ایره ذریعه جدایی برای خود ساختیم. اگر کسی شافیست گاهی هم در طرف حنفیت نمیره، اگر کسی حنفیست گاهی به طرف مالکیت، اگر مالکیست به طرف حنبلیت نمیره و او را یک دین جداگانه فکر میکنه. این مردم که میگه تضاد در عقیده و در عمل امیره میگه، مردم در زبان میگه هر چهار مذهب حق است، اما وقتی عملی مذهبی دیگه میشه باز دیگه ایره یک دم چی میگیره؟ غیرت میگیره، شه در جوش میه، مردم لط و کوب میکنه، دو دشنام میکنه. عجیب است، در زبان یک چیز اما در عمل دیگه چیز. آیا منافق کدام فرق دیگری داره؟ آیا منافق کسی دیگری هست؟ نعوذ بالله. ما خو گفتیم که دین یک دین است، الله متعال روان کرده و هر امام از دین پیغمبر پیروی کرده. بله اگر در کدام وقت خطا شده الله واره معاف میکنه، چرا وا قصدن اختلاف نکرده پشت سر میآید. افغیر دین الله یبغون، آیا غیر از دین الله یا طلب میکنن؟ اینجا توبیخ میده الله متعال، زجر میده برای کسایی که نبوت پیامبر صلی الله علیه و سلم منکر است و تمام دین انبیاء علیهم السلام نادیده میگیره. چرا؟ انکار از دین پیغمبر انکار از کل دین انبیاء علیهم السلام است. علتش است که دین تمام انبیاء علیهم السلام یک دین بوده. پس وقتی از یک دین یک پیغمبر انکار بکنیم در حقیقت انکار از دین کل پیغمبران علیهم السلام است. پس این یهود و نصارا نگویند که ما مؤمن هستیم، چرا وا در حقیقت ایمان به موسی و عیسی علیهم السلام هم نداره، به خاطری که دین هر کدامشان امود دین اسلام است که الله متعال روان کرده، کدام فرقی دری وجود نداره. از امو خاطر الله متعال یارا زجر میده. افغیر دین الله یا غیر از دین الله یبغون، یا طلب میکنه. طلب بغی میگه بسیار با کوشش طلب کردن یک چیز میگه. از امو خاطر است مردمایی که به بدعت نعوذ بالله یا به راههای خلاف دین اسلام مبتلا هستند و زیاد کوشش میکنه. شما ببینید پاپای نصارا چقدر کوشش میکنه کتابای خود یک حرف پیدا بکنه که مذمت دین آینده را کرده باشه نعوذ بالله، در حالی که همو کتابا خود اعتراف داره که محرف شده، تغییرات دیش آورده شده، اما بازم در تلاش هستند. زیاد تلاش میکنه که یک نقطه را پیدا بکنه برای استدلال بکنه بالای از اینکه دین حق نیست، دین اسلام حق نیست. نعوذ بالله. مبتدعین و کسایی که رای سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم اعلام میکنه و هم قسم تلاش می داشته باشند که برای بدعت خود یک راه را پیدا بکنه. الله متعال میگه عجیب است، دین عالمی، دین جهانی، دینی که تمام هستی بر از او منقاد و تابعدار است، این را اعلام کردن این قطعا چیسته بیعقلی است. چطور یک دینی که جهانی است او را آدم اعلام بکنه؟ اسلام دین تمام هستی است، دین انبیاء علیهم السلام است. چطور شده میتونه از دین انسان خارج شوه و باز بگویه ما بنده الله متعال و سرفراز هستم؟ این امکان نداره. از او خاطر الله میگه این دین حق است. وله اسلم من فی السماوات والارض، خاص برای الله تسلیم است من فی السماوات، کسی که در آسمان هاست، والارض در زمین است، طوعا بخوشی و کرها بناخوشی، یا خواه مخواه و خواه مخواه که میگیم و الیه خاص بسوی الله یرجعون، رجوع از یا کرده میشه. از این طور دین سرکشی و سرپیچی اجراه نداره. چرا؟ این دین حق است و غیر از این دین دیگه دین وجود نداره که پیروی از او کرده شود. چرا دین حق است؟ این دین اسلام است و اسلام تسلیمی را میگه. تسلیمی ای را میگه که ما به نظام الله تسلیم هستم. آل نظام الله دو قسم است، یکی نظام تشریعی یا تکلیفی برش میگیم و یکی نظام تکوینی یا تقدیری برش میگیم. نظام تکوینی و تقدیری الله متعال این جبری است. الله متعال برای هر مخلوق خود یک حد و اندازه مقرر کرده، به اونمو حد و اندازه هر مخلوق وظیفه خود در سر میرسانه. آفتاب در مدار خود وظیفه خود در سر میرسانه. ماهتاب اینمی قسم، شب روز یک بوته و درختی که ما میبینیم
این تابع قانون جبری الله متعال است. لیکن فرقی است که تمام هستی و جهان دیگه طوعاً به خوشی خود امی قانون الله متعال قبول کرده، از امو خاطر ثمرات خیلی شایان میده. اینمی گیاه میبینی که او چه قسم ثمره را به وجود میاره. از امو خاطر مفسرین مثال ذکر میکنه الله متعال وقتی که شعله های آفتاب، اشعه آفتاب در صفحه بحر میزنه، از او بحر بخار بالا میشه و او شکل ابر به خود میگیره و او شکل ابر، اونمو ابر در فضا بعد از او قطره های باران از او میباره. شما میبینی که از زمین خشک گلهای رنگارنگ و گوناگون به وجود میاد. از همون خاطر است پذیرفتن نظام مقدس اسلام از روی خوشی سبب اینمی قسم گلها میشه که گلهای رنگارنگ میشه. اگر ما تابع نظام الله متعال به طریق رضامندی شویم، الله متعال ثمرات خیلی عجیبی را در زندگی انسان رونما میکنه و پیدا میکنه. ای کاش که ما واقعا تابعدار نظام واقعی الله متعال باشیم. در اینجا الله متعال بیان میکنه که همه چیز تسلیم به نظام الله است. این را نظام تکوینی میگه. در نظام تکوینی الله همگی تسلیم به حکم الله است و این نظام تقدیری هم میگه. و یکی نظام تکلیفی یا تشریعی است که او اختیاری است. الله متعال بر انسان ها اختیار داده که آیا عمل میکنه سر نظامی که الله روان کرده یا نمیکنه. مؤمنات طوعا عمل میکنه، اما کفار و از روی کراهت. مراد از این است که و قانونی تکوینی را قبول داره اما قانونی تشریعی را قبول نداره. الله متعال میگه عجیب است، در قانونی تکوینی تسلیم هستی، چرا در تشریع هم تسلیم نمیشی؟ چرا یک ذره مخالفت در قانونی تکوینی کرده نمیتونی؟ الله متعال برای بقای حیات یک انسان تنفس ضروری کرده. پس اینمی تنفس الله متعال برای کلگی مقرر کرده. اگر مسلمان است اگر کافر است باید تنفس بکنه. این قانون جبری الله متعال است. از این قانون گاهی هم یک انسان سرکشی کرده نمیتونه. پس در قانون تشریعی الله مثل نماز روزه را الله مقرر کرده انسان باید تسلیم شود و او را انجام بده، ولی انجام نمیده. از همون خاطر مفسرین کرام در اینجا سه نظر ذکر میکنه. میگه مراد از این اسلام انقیاد است، یعنی قانون تکوینی است که الله متعال میگه وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها. برای الله تسلیم است چیزی که در آسمان هاست و در زمین است، طوعا به خوشی و کرها به ناخوشی. یعنی اگر خوش است اگر ناخوش است، این تابع قانون الله متعال هستند، هیچ جا مخالفت نمیتونه. مراد از قانون الله در اینجا قانون تکوینی است. دوم نظر مفسرین است که مراد از این اسلام تکلیفی یا تشریعی است. خو این هم دو قسم است. مؤمنان این را به رضامندی خود قبول کرده احکام الله را میپذیره، خو گاهی مشرکین هم بنابر ناخوشی او را میپذیره. کدام است؟ زمانی که یارا شداید و سختی ها و بلاها سخت گیر کنه، باز میبینی که باز به الله آواز میده. مثل که قرآن از یادآوری میکنه که وقتی یا سختی سرشان میه باز بتای خود فراموش میکنه، به یک الله آواز میده. در این صورت باز یا به ناخوشی بدون از اینکه خوش باشن این به نظام تکلیفی یا تشریعی الله تسلیم میشن. لیکن این فایده برای ازوان نداره، چرا که معتبر اسلام است انقیاد یا تابعداری است که از رضامندی باشه. و بعضی مفسرین میگه که نه کرهن معنایش است که یکی اسلام به رضامندی میاره، یکی در جنگ گرفتار میشه اسیر میشه یا زیر لتکوب و از ترس جان خود و از مرگ خود اسلام میاره، این هم شامل میشه. دیام گرام گپی نیست. خو البته الله متعال در یک حدیث میگه که الله خنده میکنه، یعنی خوشحال میشه به او کسایی که در زولانه آورده میشه و بعد از او اسلام میاره، مثل اسرای بدر که گرفتار شدن و پس از او اسلام قبول کردن. اینمی اسلامی بود که وا خوش نداشتن اما اسلام آوردن. الله متعال پسان اسلامشانه اسلام درست ساخت. بس اوقات ابی قسم میشه در بین مؤمنا که بنابر چیسته فشار و اسلام میاره و ایام اسلامی کرهی است. سوم نظر از مفسرین است که اینجا اردو انقیاد معتبر است، هم انقیاد تکوینی و هم انقیاد تشریعی. انقیاد تکوینی کلگی برابر است، کلگی تسلیم است، اما در انقیاد تشریعی اهل سما کلش طوعا منقاد است و اهل زمین دو قسم است، بعضش طوعا است و بعضش کرهان است. بس اوقات ناخوش می باشه اما اسلام می پذیره. بعضی مفسرین حتی این هم گرفته
که مراد از تسلیمی است که تقریرات الله یا مصیبت‌ها و تکلیفایی که سر انسان میآید مؤمن ایره بر رضامندی میپذیره، یعنی خوش میباشه، چرا که عقیده از ایره داره که الله عوض پاداش برای میده. و کفار از این بسیار نارام و مضطرب و پریشان میباشه یا خوش نداره که میتونه حالت سرشان بیاد. به هر طریق الله متعال میفرمه که اسلام یک دین حق است و دین تمام نظام هستی است و دین انبیاء علیهم السلام است. غیر از این دین دیگر قطعا قابل قبول نیست. اگر کسی راه دیگری را در پیش میگیره قطعا مورد قبول الله قرار نمیگیره که پشت سر دایت دیگه برای ما میفرمه. و خاص به سوی الله و الیه یرجعون، خاص به سوی الله رجوع کرده میشه. پس اینطور نیست که کسی در زندگی دنیا در هر قسم زندگی را اختیار کرده یا هر نوع اعمال را انجام داده الله متعال از او سوال نکنه، بلکه مورد بازپرسی الله قرار میگیره. چرا الله برای شریعت خود، برای عملی کردن نظام خود پیغمبر روان کرده، پیغمبر نقشه داده. این دین تابع نظریات نیست. همینجا یک نکته را بگویم. در این روزایی که رمضان بود شما دیدی که در بعض مساجد تراویح خواندن. عجیب است، یک کسی اینجا استاد نشد. از مولا امام میخواد که سالا ای را عالم تلقی میکرد، یک سوال از پیش میکرد که جناب محترم این دین حدود داره یا نداره؟ شما باور به الله بکنی از شام تا 12 بجره تلفنی من یک دقیقه آرام نبود. یک دقیقه همین تلفن بود زنگ میزد که روزه هست یا نه. میگه اینجا خود تراویح خوانده میشه. صبح تا پیشینه مردم روزه داشتن زنگ میزدن که ما خود روزه هستیم. تعجب است. یک مقتدی به امام نگفت که مولای امام تو که ما را تراویح میدی و تراویح را میخوانی به کدام دلیل، به کدام سند؟ پیغمبر علیه السلام خو میگه صوموا لرؤیته و افطروا لرؤیته. روزه را به دیدنش بگیرید، دیدن ما، و بعد از او بخوریدن به دیدن ما. تو مولا صاحب در کدام پره کوی نشسته بودی؟ اگر ما را دیده بودی خود در محکمه میرفتی دیگه شاهدی میدادی که کل مسلمانان روزه بگیره. اگر ندیده در مسجد نشسته استی شکمی تا پر کده، امروز فقط مطابق خواهش مردم میگی تراویح میخوانیم. خدایی افغانستان هر چیز میچله، هیچ کس عیب نمیگه. اینجا فقط عیب چیست؟ بگو عیب است که دین حق واضح کنی و به مردم بیان کنی. اینی عیب است. مردم تو را باز بدنام هم میسازه، اما دیگه هر گمراهی را به مردم بیان کنی هیچ پروا نداره. دین اسلام حد داره. این نیست نه مردم چی صبح در صبحش مردم در بین جنگ به جاغه بودن. هر کدام کسی میگفت که ما نفلی میگیریم، کسی میگفت قضایی میگیریم. او مردم روزه قضایی و روزه فرضی تا که از شب نیت نکنی از طرف روز نیتش صحیح نمیشه. پیغمبر علیه السلام میگه نیست روزه برای کسی که او قصد نکنه نیت از طرف شب. پیغمبر علیه السلام اینطور میگه. مراد از این روزه فرضی است و قضایی کلش شامل میشه. تنها نفل از طرف روز نیتش صحیح میشد که در حدیث میاد پیغمبر علیه السلام در خانه می آمد گفت چیزی هست؟ گفت نیست. بعد از اون میگفت من روزه هستم. و روزه نفلی است. باز در این روزا روزه نفلی نمیشه. پیغمبر علیه السلام منع کرده. پیغمبر علیه السلام میگه هیچ کسی هم پیش یک روز یا 2 روز پیش روزه گرفتن نمیتونه. چرا این روزه استقبالی است؟ این عمل یهود بود نعوذ بالله. این روزه استقبالی در دین ما حد داره، اندازه داره. از حد ما او طرف اضافه نمیتونیم. عجیب است. در این وطن اینمی گمراهی ها روان است، کسی هم کس ملامت نمیکنه. یک مقتدی امام خدا محکم نگرفت که با کدام شهادت تو سر ما تراویح میخوانی یا مردم امر بر روزه میکنی. عجیب است. اینجا اینمی طور حالت است. ام حالان که دین برای خود حد و حدود داره. پیغمبر یک چیزم پنهان نعوذ بالله گنگ باقی نگذاشته، همه را واضح بیان کرده و دین برای ما واضح است. خب مردم ببینی که کدام حالت است. قل آمنا بالله و ما انزل علینا، رد میکنه مذمت یهود و نصارا را بیان میکنه. چرا؟ به خاطر که بعضی پیغمبران را قبول میکرد، بعضی را رد میکرد. از او خاطر دین انبیاء علیهم السلام یکی است. رد کردن یک پیغمبر در حقیقت رد کردن کلی پیغمبر است. خصوصیتی که برای امت موجود است اینمیست. قل بگوی پیغمبر علیه السلام آمنا بالله، ایمان به یک الله داریم. محور تمام مسائل دیگه ایمان به الله است، یعنی عقیده یکتاپرستی الله است. و ما انزل علینا، ما ایمان داریم به او کتابی که نازل کرده شده علینا، بالای ما که کدام کتاب نازل شده سر از او ایمان داریم. چرا؟ به خاطر که کتاب سالم است
درست است از همه انحرافات و تحریفات. نعوذ بالله. کسی دایی یک چیزی رم زیاد و کم نکرده. زبر و زیر از زیر کسی تغییر داده نمیتونه، تا روز قیامت مسئول است. برخلاف کتب سابقه. کتب سابقه دست خورده شدن و قابل اعتماد باقی نماندن. از همون خاطر پیغمبر علیه السلام صحابه را گفت که شما هرگاه اهل کتاب براتان چیزی بیان میکنه فلا تصدقوه ولا تکذبوه، نه تصدیقش بکنه و نه تکذیبش. چرا؟ اگر تصدیق کرده باشه شاید در موضوع را که او دین نباشه، اگر تکذیب کرده باشه شاید موضوع دین باشه. از همون خاطر شما نه تصدیق کنه و نه تکذیب کنه، شریعت خود پیروی بکنه براتان کافی است. اونجا هم همینطور حدیث گفته که اگر موسی علیه السلام زنده باشه برش جایز نیست بجز از تابعداری ایمان. دمو حدیث هم همین گپ گفته. پس اینجا اول ایمان به کتاب خود ماست، ایمان تفصیلی. چرا؟ سبب معرفت و شناخت کتابای سابقه قرآن کریم است. تا که قرآن یک کتاب تایید نکنه هیچگاه ما کتاب آسمانی گفته نمیتونیم. نه ما کتاب هندوها را کتاب آسمانی گفته میتونیم، نه از زردشت نه از بودایا را، با وصفی که دو بسیار گپای خوبان وجود داره. از همون خاطر یک تعداد علمای نعوذ بالله فرفته به علوم غربی و دموکراسی تلاش کردن که وارم کتاب آسمانی ثابت بکنه، اما قرآن از او قطعا یادآوری نکرده. قرآن از زبور، قرآن از صحیفه ابراهیم و موسی علیه السلام و همچنان از تورات و انجیل یادآوری کرده. همین کتاب آسمانی است. دیگر ما کتاب گفته نمیتونیم که کتاب آسمانی است. چرا؟ تاییدش توسط قرآن نشده. از همون خاطر بعد از ایمان به الله ایمان به قرآن کریم است. بعد از او و ما انزل علی ابراهیم، با او کتابا یا شریعتی که نازل شده بالای ابراهیم، اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام و الاسباط، بالای اولاد یعقوب علیه السلام که نبیره و ذریه یعقوب علیه السلام است. و ما اوتی موسی، آن چیزی که داده شده به موسی علیه السلام، معجزات و کتابا احکامی که سرشان آمده، و عیسی علیه السلام و النبیون من ربهم، تمام پیغمبرانی که از جانب پروردگار آمدن و کتاب برشان داده شده. ما اجمالا عقیده داریم. چرا؟ به خاطر که قرآن منافات با او کتابا نداره. تمام مضامین و مطالب انبیاء علیهم السلام از کتابایش یکی است. از او خاطر هیچ تفریقا نداره. اینی خصوصیت امت پیغمبر علیه السلام است. لا نفرق بین احد منهم، ما جدایی نمیاریم در بین هیچ کدام از انبیاء علیهم السلام. چرا؟ کلشان از یک مصدر وحی برشان آمده، از یک جا وحی گرفته، الله متعال برشان روان کرده. و نحن له مسلمون، ما خاص برای الله متعال تسلیم هستیم. ما عقیده هم داریم، ایمان داریم. و اسلام یعنی عملا هم تسلیم به نظام الله هستیم. در اول ایمان بود، در آخر اسلام است. چرا که اسلام همیشه ثمره و هدف ایمان می باشه. ایمان ما را وادار به این میسازه که ما در عمل هم تسلیم به نظام الله متعال باشیم. زندگی ما واقعا برنامه عملی مطابق عقیده ما باشه. اگر ایمان اسلام نداشته باشه و ایمان هم الله متعال قبول نمیکنه. از همون خاطر ابتدای ایمان از قلب شروع میشه و ختم به اعضا میشه، و اسلام از اعضا شروع میشه ختم به قلب میشه. اسلام بدون ایمان و ایمان بدون اسلام معتبر نیست. در اینجا چقدر گپ زیباست. امروز اگر همی آیت قرآن ما بگیریم، ما میگیم قل بگو آمنا بالله، ما ایمان به الله داریم، و ما انزل علینا، به کتابی که سر ما نازل کرده شده. عالی. ما به کتاب الله و سنت رسول الله عقیده داریم. عالی. اگر هر عالم یک موضوع مسئله را میگه لا نفرق بین احد منهم، ما فرق گذاری نمی کنیم. هر عالم دیدی چشمی ماست، احترام قائل هستیم، هیچگاه بیادبی در حقشان کرده نمیتونیم. اینطور کرده نمیتونیم که یکی را نعوذ بالله حدیث موضوعی برش بسازیم که ابلیس معرفی کنیم. اینطور کسایی هستن که به امام شافعی رحمه الله حدیث موضوعی جور کرده و میگه که در امت ما یک نعوذ بالله ملعون میایه، نامش چی است؟ ادریس است. ادریس نام امام شافعی رحمه الله است. اینطوری حدیثا را ما جور نمیکنیم و نه بیادبی و در شان یک عالم میکنیم. تعجب نیست امروز اگر همو یهود و نصارا را الله مذمتش بیان میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر که موسی علیه السلام قبول دارن، عیسی علیه السلام میگه ولد الزناست را قبول نداریم، محمد رسول الله را قبول نداریم، حالان که عرصه از یک منبع برشان کتاب آمده، وحی آمده و یک دعوت میده. اگر هر عالم ما از قرآن و حدیث بیان بکنه قابل قدر نیست.
یعنی پیش ما تنها امام مالک رحمه الله قابل قدر باشه، تنها امام شافعی رحمه الله، تنها احمد بن حنبل، تنها امام ابو حنیفه رحمت الله علیهم. کدامش هر عالم که از قرآن و حدیث بیان میکنه جدایی در بینش نمیاریم. امروز ببینید همون مرضی که در یهود و نصارا بود امروز در امتهای ما سرایت کرده. امام مذهب خدا چی میگه؟ پیغمبر میشماره نعوذ بالله، دیگران را به باد هوا و بیادبی. لیکن این مردم باز ما را متهم میکنه که یا نعوذ بالله بیادب هستند، به اماما احترام قائل نیست. نعوذ بالله زبان ما بریده شده که ما در حق ائمه مجتهدین او مردمایی که پایه های علم بود بعد در مقابل از وا بیادبی و گستاخی بکنیم. ببینید از علما و مولایان نعوذ بالله برده گپه، میگه مولوی صاحب گفته، مرا گفته، یا یکی از مولوی صاحبایی که در اینجا درس میگه که او بچه ثابت. شما حاضر هستی اکثر شاگردای سابقه است ان شاء الله، آیا کدام روز از زبان ما همینطور شنیده؟ عجیب است. چقدر نعوذ بالله تا کی امو شیوه یهود و نصارا را در پیش نگیری، بیایی که با او حکمی که قرآن بیان میکنه مطابق امو حکم ما عمل بکنیم، کل گیره تسلیم شویم. اگر امام احمد ابن حنبل سخن گفته، اگر امام مالک، اگر امام شافعی، اگر امام ابو حنیفه رحمت الله علیهم، ببینیم وزن کنیم سخنایش که از قرآن و حدیث است، از کل گیره به سر چشم قبول کنیم. اما که خطا شده باشه بگذاریم. در این صورت دین یکی میشه یا چهار؟ دین یکی میشه، چهار نمیشه. هیچگاه امت مختلف نمیشه، یک دین باقی میمانه. خیر و خلاص این ملت ها از این استراب و پریشانی بالکل میبره. نکنی به آیات قرآن برای ما درس میده. این تنها بیان داستان یهود و نصارا را نمیکنه، با امت پیغمبر درس میده که شما اینمی قسم نشوی با مثل یهود و نصارا که نعوذ بالله فرقه و نحن له مسلمون. وقتی تسلیم به کتاب الله و سنت رسول الله باشیم چرا اختلاف بیاد؟ کلگی منهج و دین ما یکیست. در کدام مذهب هستی؟ مذهبی ما راه و روش ما کدام است؟ بگی کتاب الله و سنت رسول الله. در مذهب محمد رسول الله هستیم. حالی شما خفه میشه بگوی در مذهب امام اعظم واقعی که راستی امام اعظم است، امام انبیاء علیهم السلام کیست؟ محمد رسول الله. آیت تیر نکردیم؟ کلی انبیاء علیهم السلام الله از پیش تعهد نگرفته بود که شما تابعداری کی را بکنه؟ رسول الله صلی الله علیه و چرا شفاعت کبرا در اونجا نصیب پیغمبر است و امامت انبیاء علیهم السلام کی کرده؟ در شب معراج به کل پیغمبران امام کی بود؟ رسول الله. امام اعظم است. ما در مذهب از است آسان گپ. خب گپ است. در بعضی جاها که از پیشتان سوال میکنه در کدام مذهب هستی؟ بگو در مذهب امام اعظم. صحیح است؟ رسول چیست صلی الله علیه و سلم قطش بگوی که ایران بمانه. اگر اینطور گفتی قدر خفه میشه تو را در رد کردن میگیره. اگر گفتی که امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله باز خوش میشه. ببینه اگر کسی ادعای پیروی از رسول الله را بکنه او را یا بد میدانه، اگر پیروی از او را اعلان میکنی باز خوش میشن. عجیب نیست؟ الله رحم بکنه. منظوری ما بیان است که ما حقیقت دین درک بکنیم. در روز قیامت معلوم میشه که امام ابو حنیفه رحمه الله از کدام مردم راضی و از کدام مردم اعلان براءت کرده باشه. این گپ بالکل واقعیت داره و میاد ان شاء الله. و من یبتغی غیر الاسلام دینا، کسی که طلب میکنه غیر از اسلام دینه، نظام دیگر را پیروی میکنه، اسلام پیروی نمیکنه، فلا یقبل منه، هرگز از او قبول کرده نمیشه. به نزد الله یهودیت و نصرانیت امروز قابل قبول نیست. چرا؟ اسلام نیست. اسلام تسلیمی مکمل برای الله بود. اسلام در برگرینده اون مو عقیده بود که پیش در آیات ذکر شد که در بین انبیاء علیهم السلام فرق و تفاوت قطعا وجود نداره من حیث رسالت که از جانب الله رسول هستند و دین از او مکمل دین اسلام بود. چطور شده میتونه آلی امروز بگویم که نه یهودیت و نصرانیت هم قابل قبول است؟ و هو فی الاخرة من الخاسرین. غیر از دین اسلام راه دیگری نیست. تسلیمی به نظام اسلام آیینی که واقعا الله انتخاب کرده اسلام است. از او خاطر کسی از اسلام بیرون میشه الله میگه در آخرت از جمله چی هست؟ تاوانی است. چرا؟ محنت و زحمتی که در نظریات و مفکوره های غلط دیگر تیر کرده و کلش به نزد الله مقبول نیست. اگر چی نامشه هر چیز بمانه خب زیبا بمانه الله قبول نمیکنه. کیف یهدی الله قوما، چه قسم کیف یهدی الله قوما، آلی الله بیان احکام مرتدین میکنه. کسایی که اینطور نظام پسندیده الله را بفهمه، حقیقت آشنا شو و باز ای را به باد مسخره بگیره بروه نعوذ بالله مرتد شوه. این طوری کار اگر کسی میکنه الله متعال سختترین وعیدا را در اینجا برش بیان بکنه.
یک تعداد مردم ها تلاش به این دارن که مرتد حکمش در قرآن ذکر نیست قتل. خیر اینطور نیست. الله متعال سختترین عذابا را در قرآن ذکر میکنه، اما حکم دنیوی از او را پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث بخاری است: من بدل دینه فاقتلوه. کسی که دین خود تغییر میده او را شما قتل بکنه. تعجب در است که کفار برای حمایت و حفاظت نظام داخلی خود آنقدر قوانین سخت وضع میکنه که پرسان نکن. اگر کسی در نظام داخلی امریکا یا انگلستان یا فرانسه و آلمان یا روسیه یا چین مداخله بکنه که او در نظم مملکت خلل مندازه، حکمش اعدام است. یک لحظه باز نمیگذاره، او را از بین میبره. دین مقدس اسلام برای حمایت مفکوره و عقیدش همینطور حکم سخت وضع کرده. چرا اگر اینطور نباشه مردم ها امروز سابقی مسلمان دیگر باز کفر خود اعلان بکنه، مردم دیگر در اضطراب و پریشانی میشن؟ نه، هر کس که دین میپذیره از روی سند و دلیل و به بصیرت باید بپذیره. از همون خاطر در اسلام جبر و اکراه نیست برای پذیرفتن اسلام. عقیده تعلق به قلب داره، در این جبر نمیشه. باید کسی که نظام میپذیره از روی بصیرت بپذیره، معلومات داشته باشه که اسلام کدام دین است و بعد از او بپذیره. پس از او که تو رها میکنی یا است که شبهه تا کدام شبهه داری جواب برات داده شود، در غیر از او برای تو موقع داده نمیشه که تو زندگی بکنی، بعد از او تو بعد از بین بری. کیف یهد الله، چه قسم هدایت کنه الله، یعنی توفیق بده برشان. قوما یا قوم را کفرو که انکار کردن بعد ایمانهم، پس از ایمانشان، و شهدوا شاهدی دادن ان الرسول حق، که پیغمبر بر حق است، و جاءهم البینات، آمد برشان دلایل واضح بالای صداقت نبوت، بالای راست بودن دین اسلام. کل گپا را درکم کرد و بعد از او باز نعوذ بالله چی شوه؟ مرتد شوه. والله الله لا یهدی، توفیق نمی بخشه القوم الظالمین، و قومی که از حد تجاوز میکنه. حقانت یک چیز برش واضح، باز امور رها میکنه طرف دیگه میره. اکثر در مستدرک حاکم از ابن عباس رضی الله عنهما حدیث آمده که یک شخص از انصار که نامش در دیگر روایت حارث ابن سوید میگه، او مرتد شده بود. باز امرای از یک چند نفر دیگه هم مرتد شده بودند. پس آن وقتی که در مکه رسید از مدینه بدر گریخت. در اونجا که رفت بسیار پشیمان شد. از همون خاطر از دست یکی از تابعدارای خود پس اول در مدینه روان کرد که حالات ما چی رقم میشه. الله متعالی آیت روان کرد و همون نفر پس این حال بر از او بیان کرد که الله متعال اینجا مسئله توبه را ذکر کرده. پس از او آدم پس ایمان آورد و آمد پیش پیغمبر علیه السلام اظهار پشیمانی کرد. و لیکن یک تعداد دیگه که پیروان ازی بود و مرتد شده بودن پس نگشتن، الله حکم هر سه طایفه را در اینجا برای ما بیان میکنه، هر دو طایفه را. نزولش در او مورد است، اما قرآن کریم همیشه شان نزول هدف نمی باشه بلکه بیان قاعده عمومی را میکنه که کلگی را شامل میشه. در اینجا اشاره به ایسته که حقانیت یک چیز برای کسی ثابت شوه و بعد از او فهمیده از اینمی حقانیت میگرده، هیچ عذر موجه برای از دیگه باقی نیست. اینطور مردم ها را الله هدایت نمیکنه. مراد از هدایت است وقتی تو خود اسباب هدایت الله برات داد او را عملی نمیکنی، روان نمیشی، دیگه چه قسم انتظار نتیجه خوبت داشته باشی؟ از آیت بر ما واضح میشه هرگاه اسباب هدایت الله بر انسان فراهم کرد باید قدم پیشتر بگذاره، شبهه را در قلب خود نگاه نکنه و همچنان پیش بره و دین ترک نگویه. چرا اگر دین ترک گفتی شروع کردی به نعوذ بالله معصیت و گناه، در این صورت توفیق الله شامل حالت نمیشه. پس از او خاطر اختیار کردن را این اختیاریست، اما بعد از او وقتی که روان میشی نتیجه بدون اختیار مرتب میشه. مثل که پلته گوگرد بزنی، زدن پلته گوگرد در اختیار خودت است، اما بعد از او که لمبه به وجود میاد این در اختیار تو نمی باشه. پس اختیار کردن اسباب هدایت موجب هدایت انسان میشه، الله دیگه هم توفیق برات میده. اگر نه تو به دست خود میگیری دین حق ترک میکنی، راه دیگر را پیش میگیری، باز دیگه این توقع را نداشته باش الله برات هدایت نمیکنه. چرا؟ به خاطری که نتیجه غیر اختیاری مرتب میشه. در اینجا اشاره به این گپ است. در این یک تنبیه و آگاهی برای او طایفه مردمایی است که یک مسلک برش حق معلوم میشه اما بازم او را نمیپذیره، میره و راه دیگری را انتخاب میکنه. ولی ما بسیار مردم ها داریم در زبان امرای ما میگه والا بالکل حق میگه،
اما وقتی حق میگیم تو تسلیم میکنی چرا عمل سرش نمیکنی؟ بازم میری با طایفه دیگر هماهنگ میشی. این گپ قطعا امکان نداره. اسلام خط و مرزی علیحده و جدا داره. امروز یک تعداد مردم با یهود و نصارا هماهنگ است با وصفی که اعتراف به حقانیت دین اسلام داره، اما اونجا هم رشته خدا بافته. اینطور مردم ها آخر الامر شما ایره یقین کنه، امیره یک دفعه چی بکنه، امتحان بکنه که همینطور کسایی باشه آخر الامر یا به ایمان نمیرن. الله متعال توفیق نصیبشان نمیکنه. چرا؟ خود اسباب هدایت از بین بردن و رفتن راه دیگری را در پیش گرفتن. اولئک ایطور مردم ها جزاهم پاداششان یا بدل و عوضشان ان علیهم یقینا بالایشان لعنت الله لعنت الله است و الملائکه از ملائکه است و الناس از مردم اجمعین تمامیشان است. لعنت الله دوری از رحمت الله است که الله رحمت خود نصیبشان نمیکنه. لعنت ملائکه نفرت و بددعا است بر او. مردم و الناس مردمی طور مردم ها را بغض و کینه داره، خوش نداره. اجمعین کلشان سری از اینطور مردم لعنت میگه. پس از این معلوم شد که کسایی که حقانیت دین فهمیده بعد از او ترک کرده میره و سوی دیگه، انسان قطعش رای دوستی را نگیره، قطع از او موافقت نداشته باشه، بلکه به نظر نفرت ببینه واره. خالدین فیها همیشه در لعنت الله هستند. لا یخفف عنهم العذاب سبک کرده نمیشه به از یا عذاب، ولا هم ینظرون برشان مهلت هم داده نمیشه. عالی عذر در اونجا موقع مهلت دادن هم نیسته. دو نتیجه را الله در اینجا بیان کرد، یکی دنیوی که ملعون هستند، یکی اخروی که عذاب الله از پیشان سبک نمیشه و نه مهلت برشان داده میشه. الا الذين تابوا من بعد ذلك بجز از کسانی که رجوع کردن من بعد ذلك پس از برگشتن از اسلام، یعنی توبه کردن بازگشتن به سوی اسلام و اصلحوا عمل خود درست ساختن، آینده خود درست ساخت. فان الله یقینا الله متعال غفور رحیم مهربان ذات است. توبه تور مردم را قبول میکنه که به اخلاص صداقت پشیمان شده باشه از کرده و عمل خود. رحیم رحم کننده است. اگر ایرمان شوه اصلاح بکنه الله دیگه هم رحم سرش میکنه. ببینید در اسلام حتی نقطه خیلی نعوذ بالله سرسختم بازم امکان علاج وجود داره. نظام های دنیای فعلی ما بعضی جرم ها را طور مقرر کرده که هیچ دیگر راه نداری که چی خود اصلاح بکنی. در اسلام حتی مرتد هم برش راه وجود داره که پس برگرده و اسلام قبول کنه، الله قبول میکنه. الله چقدر غفور و رحیم ذات است. بنده اگر رحمت الله را در نظر بگیره، یک کمی فکر بکنه، یقینا از الله واری رحمان ذات دیگری پیدا نمیشه. بی که یک دفعه نعوذ بالله ریشخند کردی، دین ترک کردی، لیکن باز پشیمان شدی، همو کردار خدا پیش خود گذاشتی و نادم شدی و عزم کردی که دیگه کار نمیکنم، الله باز میپذیره. ان الذين كفروا بعد ایمانهم یقینا کسانی که کافر شدن پس از ایمان آوردنشان، ثم ازدادوا کفرا پس از کفر خود زیاد کردن، لن تقبل توبتهم هرگز قبول نمیشه از یا توبهشان. و اولئک هم الضالون این مردم ها اینمیا هستند گمراه. اینجا کسانی که کافر شدن، قتاده رحمه الله در تفسیر خود میگه که مراد از یهود و نصاراست و یک دفعه انکار کردن به انجیل و عیسی علیه السلام و بعد از او توسط انکار از پیغمبر علیه السلام و قرآن یا کفر خود از زیادت کردن. لیکن اینجا آیت شامل هر کسی است که یک دفعه کفر اختیار میکنه، قبلا مؤمن بوده بعد از او کفر اختیار میکنه، پس از او بجای از اینکه توبه میکنه کفر دیگه هم زیاد میکنه. از امو خاطر مفسرین میگه ثم ازدادوا کفرا، این کنایه از است که باز رجوع نمیکنه، توبه نمیکنه، بلکه همونطور ادامه میده کفر. از امو خاطر الله میگه که فلن تقبل توبتهم. این مردمانی هستند که هنگام غرغره یا در وقتی که مشاهده بکنه آثار جهان دیگره و چیخ بزنه مثل فرعون واری که من ایمان آوردم به رب موسی و هارون، اینطور توبه را الله قبول نمیکنه. چرا این توبه به موقع است؟ الله متعال توبه را قبول نمیکنه. و از امو خاطر این آیت که لن تقبل توبتهم با آیت سوره شورا که میگه الله متعال هو الذی یقبل التوبه عن عباده، الله از بندگان خود توبه را قبول میکنه، منافات نداره. اونجا قبول توبه قبل از فرا رسیدن حالت غرغره یا حالتی که نشانه های قیامت مشاهده میکنه یا نشانه های جهان دیگر مشاهده میکنه، تا اون موقع را الله هر کس توبهش قبول میکنه. اما وقتی در اون مرحله برسه بعد از اون توبه قبول نمیشه. در حدیث هم است
پیغمبر علیه السلام میگه ان الله یقبل توبه العبد، ان الله یقبل توبه العبد حتی یغرغر، تا وقتی که در غرغره میرسه توبه بنده خود قبول میکنه. معلوم شد که حالات انسان دو قسم میشه، یکی قبل از غرغره و یکی بعد از غرغره که روح در نهایت خود میرسه. قبل از غرغره توبه قبول است و بعد از او قبول نمیشه. چرا؟ به خاطری که در اونجا حالات دیگری را مشاهده میکنه، عالی جبران ایمان میاره ولی او کافی نیست. اینجا الله متعال این مراد از این گرفته که مراد از ثم ازدادوا کفرا یعنی توبه نمیکنه. امام شوکانی رحمه الله این را ترجیح داده. اما ابن جریر رحمه الله میگه که مراد از این هنگام مرگ توبه کشیدن است و او قبول نمیشه. لن تقبل توبتهم، هرگز قبول نمیشه توبه از یا و اولئک هم الضالون، نمی مردم هستند که گمراه هستند، یعنی راه حقیقت گذاشتن رفتن به گمراهی. ان الذين كفروا، یقینا کسانی که انکار کردن از نظام الله و ماتوا مردن و هم کفار، در حالی که یا کفار هستند، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، کافر نه توبهش در وقتی جان کندن قبول شد و دوم در آخرت هم اگر فدیه هم بده الله قبول نمیکنه. فلا يقبل من احدهم، هرگز قبول کردن نمیشه از یکی از یا ملء الارض ذهبا، به اندازه پوری زمین ذهبا طلا، ولو افتدا به، اگر چه فدیه بده عوض بده به این دنیا که به اندازه دنیا طلا باشه. اولئک ای مردم لهم عذاب، برای از یا عذاب است، علیم دردناک، و ما لهم نیست برای از یا من ناصرین، کسی پردارش پیدا نمیشه که یار امداد و نصرت بکنه. در یک حدیثی که در صحیحین میاه انس رضی الله عنه میفرما پیغمبر علیه السلام میفرما که یک شخصی آورده میشه از اهل نار، یقال للرجل، در او حدیث میاه گفته میشه به یک شخص من اهل نار از اهل آتش جهنم، چی برش گفته میشه یوم القیامه؟ اینطور برش گفته میشه ارأیت لو کان لک ما علی الارض، برای من خبر بده اگر برای تو باشه آن چیزی که در روی زمین است، مکمل از تو باشه، من شیء، از چیزا که در روی زمین است مکمل در اختیار ملکت تو باشه، اکنت مفتدیا به، آیا تو عوض دادنی در مقابل عذاب الله یا آتش هستی؟ قال انس رضی الله عنه میگه که پیغمبر علیه السلام فرمود فیقول امو صاحب آتش میگه که نعم ما بالکل را فدیه میدم، عوض میدم اگر برای ما داده شوه امی قدر طلا مثل که سری روی زمین اما چیزا باشه. الله میگه برش میگه فیقول قد اردت منک اهون من ذلك، ما از تو خیلی سبک و آسان چیزا اراده کرده بودم. چرا او کدام چیز بود؟ الله متعال برش میگه قد اخذت علیک، ما گرفته بودم بالای تو فی ظهر ابیک، در پشت پدرت آدم علیه السلام چی را گرفته بودم؟ الله تشرک بی شیئا، که شرک امرای ما نکنی، امرای ما شرک نکنی. نمی قدر از تو مطالبه کرده بودم که از جهنم نجات پیدا بکنی، لیکن تو چی کردی؟ فابیت الا ان تشرک، تو انکار کردی بجز از اینکه باید شرک بکنی، همین شرک کرده روان بودی. معلوم شد سیکو در اونجا اهل نار آورده میشه، یک چیزی خیلی آسانی که الله از ما مطالبه داره او فقط عدم شرک است، که ما شرک نکنیم خلاص. این سبب نجات انسان است. چرا؟ اگر عمل موجود نباشه، در حدیث مسلم و شما در باب شفاعت گفتیم که اگر به اندازه دانه اسپندم عقیده یکتاپرستی الله در قلب کسی باشه، مورد شفاعت کننده ها قرار میگیره و در جنت میره. و در حدیث دیگه در مسند ابن حنبل میاد امی انس رضی الله عنه نقل میکنه که یک جنتی آورده میشه، الله متعال برش میگه که چه قسم یافتی منزل و مقامت؟ و میگه که الله بهترین منزل و مقام یافتم. باز الله متعال میگه آرزو کدام چیزی درخواستی داری؟ و میگه که یا الله هیچ چیزی درخواستی ندارم با جز از یک تمنا و آرزو. گفت کدام است؟ گفت مرا پس زنده بکو که در راه الله تو جهاد بکنم و شهید شوم. از این معلوم میشه که مقام شهادت در جنت بزرگترین مقام است، که حتی سرفراز به این نعمتهای الله، به این مقام الله هم باز تمنای آرزوی شهادت داره که من در این راه شهید شوم در راه دین الله متعال. بعد از اون میگه از اهل نار یک شخص آورده میشه، از پیش سوال میشه چطور یافتی منزلی تا مقامی تو؟ میگه بدترین منزل. الله متعال برش میگه که اگر تپه های زمین طلا باشه و تو در عوض منزلت فدیه بدی که تو نجات پیدا بکنی، آیا به این آماده هستی؟ و میگه که بالکل آماده هستم. الله متعال میگه که دروغ گفتی، کذبت،
تو خیلی دروغ گفتی. چرا؟ به خاطری که من از این خیلی آسانه. قد سألتک، ما از تو سوال کرده بودم چی را؟ اقل ذالک، از این کمتره. او کدام بود؟ و ای سره خیلی آسان. فلم تفعل، تو را انجام ندادی. از او که آسان کدام بود؟ اون همون کلمه است که الله تشرک بالله شیئا، به امرای الله شریک جور نکن. اینجا در حدیث میگه فیرد الی النار، بازگردانیده میشه به سوی آتش جهنم. واقعا الله متعال چقدر رحمان ذات است. ما را میگه شرک به امرای الله نکنی، لیکن مردم ما را ببینی اینا شرک تشریک کنی به مردم. در طول عمر علمای ما نست از توحید گپ میزنه، نه شرک به مردم معرفی میکنه. مردم مکمل در عقیده شرک، نعوذ بالله. زمان جان کندن خودم به شیخ عبدالقادر جیلانی آواز میده، به سخی صاحب و به بابا صاحب، میگه که سختی را سر ما آسان بکن. عجیب است، الله متعال رحم بکنه. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. در اینجا الله بیان شفقت بالای مخلوق میکنه. یک نوع از انفاق است که او شفقت بالای مخلوق الله است. ماه مبارک رمضان آمده، یقینا کسانی که واقعا بندگی الله را میفهمند، درک میکنه حقیقت را و در جستجوی عزیزتن که خانه را پیدا بکنه که واقعا خیلی نیازمند باشه. حتی خرما برای افطاری خود نداره، برای پسشوی خود چیزی نداره که بخورن. در دنبال اینطور مردم تلاش میکنه و کمال نیکی را انسان حاصل هم کرده نمیتونه تا که امچو اعمال انجام نده. بیا آیت قرآن کریم از ما چی مطالبه داره؟ امروز مردمایی که داد از سخاوت و خیرات و صدقات میزنه خیلی زیاد است. دعواگرای اینطور موضوعات خیلی زیاد است، اما حقیقتی امر عملی کردن بسیار کم موجود است، پیدا نمیشه. امی دین روزم یک کسی برای ما زنگ زد که کسی ما وفات کرده بود. آلی ما میگیریم که 40 روز شام طعام خوبش پخته کنیم، این چطور میشه؟ من برایشان گفتم تخصیص طعام و تخصیص وقت در دین نه آمده، بلکه ما همیشه تلاش کنیم عملی خوب انجام بدیم. عملی خوب است امو روغن و برنجی که تو اراده داری، امو میوه که تو اراده داری، ببر در خانه یتیم، در خانه بیوه، کسی که تو میشناسی که هیچ اسباب و ذرایع برای معیشتش وجود نداره، باز خواستی از واره بکو یک دفعه خودت 40 روز ده تکلیف نکو. مولا صاحبا خوب یافته بودن، خب میگفتن 40 روز بعد مردید، اگر برای ما طعام میدی اونجا مردم میخوره، میگه این طعام هو به اونجا میرسه. نه جناب، اگر جنتی باشی اینطور نعمتا برش میاد که طعام دنیای تو یه چیزام نیست، او نظرم برش نمیکنه. اگر نیکی نعوذ بالله جهنمی باشه، این طعاما بر یزو به این سیستم نمیرسه، ولی به این سیستم اگر مؤمن باشه برش میرسه که در راه درست مطابق شریعت مصرف کنی، اون وقت برات میرسه. قرآن کریم چی میگه؟ لن تنالوا البر، هرگز شما حاصل کردن نمیتونی کمال نیکی را. بر کمال نیکی را میگه. در سوره بقره تقریبا 10 خصلتا از عقیده و 5 خصلتش از عقیده، 5 هم از عمل برای ما ذکر کرده بود. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله تا آخره. در اونجا بیان ایمان بود، بیان اسلام بود، بیان احسان یعنی اخلاق بود. ارسه را به مجموعه ای را ابواب البر می نامند، یعنی دروازه های خیر اونموسته که تو را انجام بدی، اینمی برات حاصل میشه. کمال نیکی برای انسان کی حاصل میشه؟ حتی تنفقوا، تایی که شما خرج کنه مما از آن چیزی که تحبونه، شما دوست داره، چیزی که محبوب پیشت است او را در راه الله مصرف بکنی. در اینجا مراد از بر یا خیر کامل است، یعنی ثواب بزرگ، یا مراد از بر کسی که بار باشه، یعنی لقب بر سرش مانده باشه. چرا پیغمبر عیسی علیه السلام و برم چیسته؟ به والدتی، من نیکوکار هستم، در خدمت از او مقرر هستم. از همون خاطر مفسرین میگه که بار شخصی که نیکوکار است وقتی برش گفته میتونیم که حق الله و حق مخلوق الله را مکمل پوره ادا میکنه، اونمو را به نام بار یاد میکنه. پس اینمی صفت با خود حاصل کردن زمان میشه که محبوب ترین چیز ما در راه الله مصرف بکنیم. اگر او نفس ماست، اگر مال ماست، در مال هر کدامی که پیش ما محبوبیت داره اونو را مصرف بکنیم. صحابه کرام وقتی این آیت را وخو نمونه چی عمل بودن، به مجردی که آیت میرسید باز دیگه آرام نمی نشستن تا وقتی که آیت سرش عمل نمی کرد. در این مورد مفسرین واقعی کی را
صحابه را ذکر میکنه، مثل ابو طلحه، واقعی عمر رضی الله عنه، واقعی زید بن حارثه رضی الله عنهم، ازوار ذکر میکنه که کدام چیزا محبوب بوده و در راه الله مصرف کردن و واقعا عمل میکرد سر آیات قرآن کریم. امروز ما کدام امر محبوبی خدا در راه الله مصرف کردیم؟ و ما تنفق من شیء، چیزی را که شما مصرف میکنه از هر چیزی که باشه، اگرچه شما او را دوست نداره یا محبوب شما نباشه، لیکن چیزی زاید باشه به کسی میدی که حاجت از او تکمیل میشه، فان الله به علیم، یقینا الله متعال بالا از او علم داره. اگر چیزی کم است اگر زیاد است، الله علم داره، پاداش براتان میده. از او خاطر اول انسان کوشش کنه که چیزی محبوب مصرف بکنه، یک مانا. دوم است که امی چیزی محبوب مصرف میکنه، این دو حالت داره. انما الاعمال بالنیات است، چقدر اخلاص در وجود موجود است و چقدر موجود نیست. مطابق اخلاص براتان پاداش داده میشه. یک چیز خیلی خوب است اما نعوذ بالله عقیده تو، نیت تو خراب است، به نزد الله قدر و قیمت نداره، چرا که تو خالص برای الله ایره مصرف نکرده ای. مصرف اگر کردی خالص برای الله او معتبر است. از این معلوم میشه که اگر انسان خود در لیست ابرار شامل میکنه، چیزای محبوبی خود در راه الله مصرف بکنه. تنفقو امیر میگه، انفاق در راه الله را میگه، مطلق انفاق نمیگه. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام خوردنی ها حلال بود بالای بنی اسرائیل. دو شبهه یا اعتراض بنی اسرائیل الله در اینجا دفع میکنه. یک اعتراض بنی اسرائیل زمانی که آیت نازل شد فبظلم من الذین هادوا حرمنا، به سبب ظلم و کسایی که یهود بودن ما حرام کردیم چی را؟ گوشتای شتر و این چیزا را. بنی اسرائیل یهود وقتی که آیت شنیدن گفتن نه، ما به سبب گناه ها و تعدی و تجاوز سر ما چیزی حرام نشده، بلکه این حرمت از طرف انبیاء علیهم السلام برای ما بیان شده بود. الله متعال دروغی از یارا میکشه و میگه که شما دروغ میگه. انبیاء علیهم السلام شریعتی که آورده این طعاما سر شما حرام نبود. حرمت اشیاء از جهت گناه ها و معصیت شماست، خودتان گناه کرده الله حرام کرده. دوم اعتراضی بود که پیغمبر علیه السلام حبیبی قبله کل انبیاء علیهم السلام بیت المقدس است و این خدا میگه که من تابعدار کل پیغمبر هستم، دین ما یکی است و خصوصا تابعدار ملت ابراهیم علیه السلام هستم و قبله ابراهیم علیه السلام بیت المقدس است. چرا بری از این نماز نمیخوانه زمانی که تحویل قبله شد؟ الله متعال جواب میگه که دروغ میگه، بیت المقدس قبله کل مسلمانان نیست، بلکه قبله ابراهیم و اسماعیل علیه السلام و دیگه پیغمبران بیت الله بوده که او نشانه های برکت و نشانه های هدایت دو بالکل واضح و برملاست پشتی سر بر ما میاد. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام طعام خوراکا کان بود حلا حلال لبنی اسرائیل برای بنی اسرائیل، الا ما حرم، مگر آن چیزی را که منع کرده بود سر جان خود اسرائیل و یعقوب علیه السلام. او گوشت شتر بنابر مریضی که داشته بود منع کرده بود خدا که او را نخوره. بعضی میگه این مرض عرق النساء داشت و گوشت شتر برش مضر بود، از او خاطر از این استفاده نمیکرد. من قبل ان تنزل التورات، ایمیل لگه قطعی کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام خوراکا حلال بود بالای بنی اسرائیل. که کی؟ من قبل ان تنزل التورات، پیش از اینکه تورات نازل کرده شوه هیچ طعام سری از یا منع نشده بود بجز از یک طعام که او را اسماعیل علیه السلام شخصا برای خود منع کرده بود بنابر مرضی که برش پیش شده بود. قل بگوی پیغمبر علیه السلام چرا؟ آلی دیگه حرمتا و تحلیل و تحریم مکمل به توسط نقل میاد، عقلی را ثابت کرده نمیتونه. پس پیش از نزول تورات همه چیز حلال بود، با نزول تورات همه چیز حلال است. شما چرا این را از سری خود حرام میگه، از جان خود حل و حرمت میاره؟ و گفتن نه این پیغمبرها برای ما گفته. الله پیغمبر علیه السلام میگه الله سرش طلب کو کتاب تورات. معلوم شد که دوی زمان یا کدام نسخه تورات حقیقتا موجود بوده، از او خاطر متيقن بود پیغمبر علیه السلام به ذریعه وحی که امی تورات بیاره این گپا دایش موجود نیست که یا بیان میکنه، یا است که تورات بوده با وصفی که تحریف شده بود لیکن امو حکم سابقه هم دایش موجود بوده. از امو خاطر الله متعال پیغمبر علیه السلام میگه که بیاری تورات. این دلیل نبوت پیغمبر علیه السلام است که پیغمبر علیه السلام چی خبر بود که در تورات دیگه پس این یک آدم یومی ناخوانده بود، نه کتاب تورات مطالعه کرده بود
و نه چیزی بیان شده بود، لیکن به ذریعه وحی برش معلوم شد این دلیل نبوت خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. قل بگه پیغمبر علیه السلام فاتو بالتورات، بیار تورات، فتلوها تلاوت کنین کنتم صادقین، اگر شما در دعوای خود راستگوستی. فمن افترا علی الله الکذب، یا آماده نشدن که تورات بیاره قطعا، چرا که دروغشان بر ملا و آشکارا میشد. الله میگه فمن افترا، کسی که دروغ جور میکنه، علی الله الکذب، بالای الله دروغه، من بعد ذلک، کسی که جور میکنه علی الله، بالای الله الکذب دروغه، من بعد ذلک، پس ازی، یعنی واضح شد که شما دروغ بسته، فاولئک هم الظالمون، این همی مردم است که حدود الله را مراعات نمیکنه، از خود چیزا را اضافه یا حلال یا حرام میسازه، این همی خروج از دین است. دین ایرا میگه که تابعداری از وحی الهی شوه، از خود آرا و افکار و نظریات دین جور نکنیم. از همون خاطر است که در دین اسلام بدعت ها مذموم است و رد کرده شده. علتش است که بدعت یک چیزی دین معرفی کردن از به نظریه و مفکوره خود است و او از دین شمردن است و این سبب انحراف از دین میشه و سبب از بین رفتن دین میشه. از او خاطر در شریعت بدعت خیلی مذموم است، اما مردم ها این گپا را یاد نداره. امروز هم همینطور است. بعضی مردم ها میگه اینی کار است اینی کار است. ما امروز یک سلسله کارا را میبینیم، سری قبرا مجاورا نشسته، گنبتا سرش جور شده، بیرقا سرش بسته شده، مردم برش سفرا میکنه. در کدام کتاب است؟ کلگی ما دعوای حنفیت هم داره. آیا در مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله همینطور است؟ این را بگذاره. امروز ببینی خفتنا در 8:30 بجه نماز خفتن میشه. نقشه مذهب حنفی را بکشه و مناسب، مخو که دلم میکفه به می خاطر است. یک عامی از پیش سوال نمیکنه که مناسب 8:30 بجه نماز میخوانی، وقتی خفتن داخل شده یا نه؟ تو خو حنفی هم هستی. به نزد امام ابو حنیفه سفیدی باید در افق گم شود بعد از خفتن داخل میشه، به نزد دیگرها سرخی گم شود. سرخی پیش گم میشه، سفیدی پس. و چی وقت نماز میخوانه و تو چی وقت نماز میخوانی؟ عجیب حنفی خدا میگیری. وقت داخل نشده نماز خوانده ای. آیا در مذهب تو همینطور است؟ امام ابو حنیفه رحمه الله یا در کدام کتاب همینطور گفته که به وقت نماز بخوانی؟ ها؟ نماز خفتن وقتش تعلق با آرای مردم داره. مردم که توافق کرد که گفت مناسب 15 بالا بخوان، تو 15 بالا میخوانی. دین امیر میگه بیاریم کتابی تانه که ببینیم. فتلو کتاب الشامی، معتمدترین کتابی تانه است، بخوانی. هست دیش او را بگذار. و جناب حنفی که تو دعوای حنفیت داری، تو را بالله قسم امامایی که در تراویح گرفتی اجرت داده رو استی، این جایز است مذهبی تو؟ این نمازی که تو میخوانی که نه رکوع نه سجده نه قومه نه جلسه مراعات نمیشه، این نماز است؟ این درست میشه نمازی تو که مقتدی تو نه سبحان را خوانده میتونه، نه سبحان رب العظیم پورا میتونه، نه دعاهای قاعده را دیگر خو بگذار. خشوع در کی میاد؟ خشوع کی میاد؟ الله قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون میگه. فقط بجز ازی که طعن و لعن سری مردم بگوی که 8 رکعت تراویح نیست، که اینطور نیست، که سخن بگو. تو که 100 رکعت هم بخونی هیچ است، ولی 8 رکعت از خودی پیغمبر ثابت است و صحیح خوانده میشه. تو یک دفعه ببین مردم ها را که نماز و دین چی را میگه. افسوس است مردم ما کورکورانه حرکت کرده رویسته، یک نفر نیست که سوال بکنه که بیاردم و کتابی تا همینطور تراویح وجود داره. شما برای ما نشان بدی. این تنها برای یهود و نصارا نیست، قرآن ما را درس میده. آن چیزی که واقعیت نداره شما بسته میکنی به دین. ما اصل حنفیت قطعش تضاد نداریم. اصل حنفیت سلفیت است و منهج سلف روان شدن است. امام ابو حنیفه رحمه الله سلفی است. هر کس قطع ما دعوا داره بیا که سفید کنه. شما گرفتی از خود آرا و نظریات چسباندی در حنفیت و حنفیت معرفی کردی حنفیت است. کجاست؟ بیاری شما کتابای تانه که بخوانیم که چطور است. حاضر شده نمیتونه. خیر چرا دروغ بسته میکنی؟ عقیده امام ابو حنیفه رحمه الله چطور است؟ از تو کتاب عقیده تحویه را چاپ کردیم، ان شاء الله در دسترس شما قرار میگیره. باز بخوانید که حنفی کیست و امام ابو حنیفه و شاگرداش چی عقیده داشت، براتون واضح شود که امروز دعواگرای حنفیت معلوم شود که واقعا و حنفی هستند یا نه که دروغ بسته میکنه. خدا دروغ نسبت میکنه به حنفیت. فمن افترا، کسی که بسازه
علی الله بالای الله الکذب دروغ من بعد ذالک پس از اینکه حقیقت واضح شد و معلوم شد فاولئک هم الظالمون اینطور مردم ها خیلی ظالم هستند حد تجاوز میکنه. قل بگوی پیغمبر علیه السلام هرگاه که دروغ یهود ثابت شد که الله در هیچ امرای هیچ به واسطه هیچ پیغمبر چیزی را الله حرام نکرده از طعام از خوراکا، بگو که صدق الله، راست گفت الله متعال، الله همه چیز راست گفته، شما دروغ میگه از خود میگه، در کتاب الله چیزا نامده. فاتبعوا ملت ابراهیم، پس بعد از ثبوت حقیقت اسلام که او روش ابراهیم علیه السلام از کل انبیاء علیهم السلام است، الله میگه تابعداری کنی از ملت ابراهیم علیه السلام که در نشان و علامه حنیفیت چی است. حنیفی مانا بود حنیفا که او مایل به سوی توحید الله بود، یکتا پرستی الله، از هر قسم شرک مبرا و پاک. یک مانا حنیفا این موحد فطری بود، فطرتا عقیده توحید الله داشت بود. دو مانا. سوم حنیف بود ابراهیم علیه السلام، حنیف بود چی مانا؟ حق گرا بود، حق گرا. او نه تقلید بابا را کرد، نه از پدر، نه از قوم، نه از پاچا، بلکه مقابله را کرد. و تو کورانه روان هستی، کورانه زنگ میزدن ما روزه داریم، من گفتم پشت مولا که کورانه روان هستی، برای ما چی زنگ میزنی که روزه دارم؟ و کدام دلیل تو روزه گرفتی؟ نه مولوی سوالی میشه و نمیشه؟ نمیشه. هی روزه نمیشه بخوری، روزه نمیشه. با جنتری روزه میگیره، میگه جنتری اینطوره. جنتری از کی؟ بگه جنتری هم از چی میگه؟ سازمان ملل حقوق بشر. در جنتری از او روزه است، از او خاطر روزه میگیرن. عجیب مردم هستن، الله رحم بکنه. فاتبعوا ملت ابراهیم، تابعداری کنی از روش ابراهیم علیه السلام حنیفا که علامه و نشان ابراهیم علیه السلام حنیف بود، مایل به سوی حق، بیزاری اعلان کننده از همه باطل. و ما کان من المشرکین، نبود ابراهیم علیه السلام از مشرکین. تعریض کرد بالای یهود و نصارا، چرا واقع مشرک بودن؟ یکیش عزیر ابن الله میگفت، دیگه عیسی علیه السلام. اگر امروز ما و شما ابن الله چی مانا؟ نازدانه. من خو ایقا گناهگار هستم که به الله پیش شدن نمیتانم. خو نازدانی الله است که هر قدر گناهگارم باشه الله قانونی خود سرش میده میکنه. لیاز زور داره. تو امروز همی عقیده را نداری؟ در مورد سخی، در مورد پیغمبر، در مورد زیارت ها همی عقیده را نداری؟ باز چطور خدا ملت ابراهیمی قرار میدی؟ ان اول بیت وضع للناس، این دفع اعتراض دوم است. چطور میگه بیت الله او قبله مسلمانان نیست، بلکه قبله مسلمانان قبله انبیاء علیهم السلام او نموسته. چرا؟ اولین مرکز عبادت برای مسلمانان در روی زمین که بنا شده مکه مکرمه است، یعنی کعبه است. ان اول بیت، یقینا اول خانه برای عبادت بندگان، وضع که نهاده شده، للناس برای مردم، برای عبادت مردم، للذی هم خانه است به بکه که در بکه است، یعنی مکه است، مبارکن که پر برکت است، و هدن سرچشمه هدایت یا برنامه و پروگرام هدایت و راهنمایی است برای مردم، للعالمین برای کل مخلوقات. چرا کل مخلوقات روی خدا در وقت عبادت به سوی کعبه میکنه. فی آیات، در اونجا نشانه هاست، للناس بینات واضح. مقام ابراهیم در اونجا نشان ابراهیم علیه السلام است، جای پایش. و من دخله کان آمنا، کسی که در این خانه داخل شوه به امن می باشه. ولله علی الناس، خاص برای الله است بالای مردم، حج البیت، قصد کردن بیت الله، من استطاع، کسی که توانایی داره الیه به سوی بیت الله، سبیلا، از رفتن. و من کفر، کسی که انکار میکنه از رفتن ده حج، فان الله، یقینا الله متعال، غنی، حاجت نداره به کسی، عن العالمین، چیست؟ بی حاجت است از مخلوقات، با مخلوقات اجن و حاجت نداره. دوم اعتراض الله طور دفع میکنه که دیگه خود شور داده نمیتونه. اولین خانه که برای عبادت مردم جور شده بیت الله است. هیچ بیت المقدس وجود نداشت که بیت الله جور شده. از همون خاطر از پیامبر علیه السلام که در یک حدیث سوال شد که اول خانه بنا نهاده شد کدام بود برای مسلمانان؟ گفت بیت الله. بعد از او کیست؟ گفت بیت المقدس. در بینشان چقدر سال بود؟ گفت 40 سال در بینشان وقت بوده. از همون خاطر اول خانه که قبله تمام مردم شده او بیت الله بوده. پس ادعای شما یهود به اساس است، نادرست است، غلط است. او را قبله انبیاء علیهم السلام معرفی کردن این سند صحیح نداره. دوم موضوع این مبارک است. الله در این بیت الله عجیب برکات را گذاشته. از همون خاطر قابلیت از این را داره که مردم روی طرف از او بگردانه.
و این قبله چیست خود بسازه. چرا؟ این قبله انبیاء علیهم السلام هم است. اول با برکت است. برکات دو قسم است، هم حسی است و هم معنوی است. برکات حسی در مکه اینمی است که هر نوع تولیدات هر مملکت در مکه مکمل به طور خیلی فراوان پیدا میشه. یک چیزی در جهان تولید نمیشه که اول چیست در مکه ظاهر میشه و اونجا آورده میشه. الله اینطور برکت حسی است. عمیق قدر مخلوق الله میره، یک نفر خود شکایت کنه که برای ما نان نرسیده. در جهان دیگه اگر یک روز در شهر تظاهرات میکنه یا در اونجا کدام جلسه می داشته باشه و طلا خشک میشه دیگه، مردم گشنه تشنه طرف خانه مراجعه میکنه. اما با این قدر مقدار نفوس و این قدر روزا، در حالی که یک موقعیت خیلی زیق و تنگ است در بین کوها محاصره شده، اما ببینی الله متعال چه قسم انتظامه، همین قدر حجاج میکنه. این برکات حسی میگه. برکات معنویش است که در اونجا اجر و پاداش زیاد است. مردم در نماز خطوری طرف ازو میکنه و یک نماز در اونجا برابر 1 لک نماز شمرده میشه. الله در اونجا طواف عبادت قرار داره، در یک جای دیگه طواف عبادت نیست بجز از مکه مکرمه. الله در اونجا اورا مقام اعتکاف و مقام نماز است. یک لحظه بیت الله بدون طواف نیست و حرم بدون عبادت کننده و معتکف نیست. همیشه در اونجا عبادات الله میشه. از او خاطر برکات معنوی هم در اونجا است. و هودن برنامه هدایت است. چرا؟ یکی خود جهت قبله همه مسلمان است که شناخته میشه مسلمان ها که کدام طرف نماز میخونه اهل قبله گفته میشه. دوم است که برنامه هدایت است. در مواسم حج از هر گوشه و کنار مسلمان ها طرف از او حرکت میکنه، در مراسم حج شریک میشه. مراسم حج یک مدرسه عقیدتی، مدرسه نظامی، مدرسه اقتصادی، مدرسه فرهنگی، هر مدرسه که برش بگویی که او سازنده و نیازی بشریت است در حج برای مسلمان ها حاصل میشه. این جدا موضوع مسئله است که آجیای افغانی ما این نکته ها را درک کرده نمیتونه، اما در حقیقت یک درس بزرگ عملی است برای حفظ عقیده. لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک. در اونجا نظام اجتماعی و وحدت چطور است؟ پشت یک امام اقتدا میشه. کسی آمین بالجهر میگه، کسی خفیه، کسی دست بالا بسته کرده، کسی پایین، کسی ارسال کرده، حتی یکی بالای دیگه ادناترین سخن نمیگه. آنقدر نظم و امن برقرار است که پرسان نکن. عجیب درس است. اگر کسی در اونجا واقعا با یک مفکوره خیلی دقیق اونجا فکر بکنه میفهمه که مراسم حج چقدر آموزنده است. نظم و نظامی که الله در مراسم چیست ارزانی کرده، توفیق داده به مردم چقدر است. کل مخلوق الله یک قسم لباس پوشیده، امیر و فقیر یک رقم، التجا و عاجزی در عرفات برای الله داره. جاهای چیست که سنگریزه زده میشه به یک سان است، فرقی نداره که کسی یک امتیازی داشته باشه. همگی میایه برای تسلیمی الله متعال مولا را قربان میکنه، نشانه از کمال اطاعت خود میده. شما ببینید که واقعا کعبه برنامه هدایت برای کیست؟ بشریت است. اصلا حجاج کرام وظیفه دارن که یا تمام مزایای از او را پس برای او مردمانی که اونجا را ندیده پس بیان کنه و تبلیغ بکنه. للعالمین، برای تمام مخلوقات. فیه آیات بینات، در اینجا نشانه های واضح است، واضح برای عبادت الله. در بیت الله یکی از جمله نشانه ها اینمی است که مقام ابراهیم است. الله بیبی که چطور جای پای ابراهیم علیه السلام تا روز قیامت نگاه میکنه. آلی هم در بین شیشه مقام ابراهیم دور طرف آب زمزم در طرف شرق وجود داره. روی بروی چی میگه دروازه کعبه و سنگ اسود که برش میگه در روی بروی از او قرار داره. آلی پشتی سری از او 2 رکعت نفل خواندن بعد از طواف این سنت است اگر به کسی میسر شود، ورنه در هر جا که کسی خواند بالکل درست است. الله متعال امی جای پای ابراهیم علیه السلام که در سنگ نقش گذاشته شده تا روز قیامت نگاه کرده. ابراهیم علیه السلام شخصیتی بود که آثاری پایشان تا روز قیامت باقی گذاشته شده. چرا؟ به خاطری که خون و جان و گوشت و بدن ابراهیم علیه السلام مکمل توحید پر بود. توحید، عقیده یکتاپرستی ابراهیم علیه السلام
اینطور بود، اینطور نمایان بود که اون هر کس میدانه که ابراهیم چی مبارزات کرده و چطور بت‌ها را شکستانده، نگذاشته که مردم در گمراهی غرق باشه. دعوت داده. الله متعال خوشش آمده بندگی که ابراهیم علیه السلام و اولادش برای الله کرده، اون نشانه برای ما گذاشته شده که ما پیروی از او بکنیم، در ملت از او روان شویم. او پسر خود در قربان آماده کرد، خود در هجرت و خود در قربانی آماده کرد، بت‌ها را چی کرد؟ از بین برد. زن بیبی که چقدر اطاعت میکنه در خشکه، امروز یک طفل زندگی میکنه. امروز زن ما اگر در خانه یک روز باقی بمونه، صبح تو را از خانه میکشه، میگه تو چرا شب نآمدی؟ خانه ایلا بود، مرا ایلا کردی. لیکن اون زنایی بودن که برای تعلیم دین الله در اون جاها اون صبر و حوصله کردن. این در حقیقت درس بندگی را برای ما و شما میده، چه قسم بندگان الله متعال باشیم. و من دخله کان آمنا، کسی که داخل میشه در بیت الله در بکه آمنا استبع امن، بالکل در دنیا نظیری تو امنیت کسی داده نمیتونه. عموم مملکتی که خیلی زیاد مجهز است با وسایل ظاهری، آیا امنیت درش وجود داره؟ در امریکا در سالانه چقدر دزدی میشه، چقدر اختطاف انسان ها میشه، چقدر ظلم ها میشه، چقدر نفر خودکشی میکنه. اما در حرم شما ببینید چی امنیتی وجود داره، سکون، آرامش، همه، نه جنگ، نه جدل، نه هیچ چیز هم نه. ولله خاص، برای الله است، علی الناس، بالای مردم، یعنی فرض است، ضروری است بالای مردم، حج البیت، قصد کردن بیت الله. این مقام، این بیت الله دیگه چی منزلت داره؟ چرا؟ هر کسی که توانایی رفتن به او داشته باشه سرش فرض است که باید بروه. من استطاع الیه سبیلا، کسی که توانایی سبیل را داشته باشه. استطاعت چی را میگه؟ دو قسم است، هم مالی است و هم بدنی است. استطاعت بدنی را میگه که تندرست باشی، صحت داشته باشی، شل شوتی ترگپا نباشی که نمیتونی رفته. استطاعت مالی را میگه که رفت و آمد تو نان نفقه عیال خود داشته باشی. اونو وقت سری تو فرض است که در اونجا باید بروی. پس معلوم شد که منزلت بیت الله خیلی زیاد والا است و همی قبله انبیاء علیهم السلام است. و من کفر، کسی که انکار میکنه، فإن الله، یقینا الله متعال غنی و ضرورت نداره، بی ضرورت است، عن العالمین، از مخلوقات. اگر کسی انکار میکنه، اصل در اینجا اشاره به نکردن حج است. در یک حدیث هم میگه که پیغمبر علیه السلام میگه کسی که توانمندی پیدا کرد به رفتن حج و نرفت، دیگه دلش که یهودی میموره، اگر نصرانی میموره. البته به ترک عمل غیر از نماز در دیگه هیچ چیز آدم کافر نمیشه. تنها در نماز اگر به طریق دوام کسی نماز نمیخونه کافر است، زنش طلاق است و تمام عبادات دیگه هم قابل قبول نیست. در این مورد حدیث های خیلی زیاد آمده و محدثین کرام نظرشان این میسته که به طریق دائمی نماز ترک کردن این کفر است. اما دیگه فرایض به ترک کردنش کفر شده نمیتونه. اینجا چرا الله متعال تعبیر به کفر کرده؟ یعنی عمل کافر است. کافر است که نعوذ بالله عقل پرانی میکنه، میگه چی کنم دو خانه خشک، دو بیابان خشک کجا چی؟ نعوذ بالله. امروز هم امیتور مردم پیدا شده، یک تعداد از یک قسمی تبلیغات میکنه، چی فایده داره؟ نعوذ بالله. مردمای بیعقل میره در بین دو کو یک خانگه کی سیاه، ولی چی میکنه که طواف میکنه؟ الله متعال بندگان خدا اینمی قسم چی میکنه؟ امتحان میکنه. اینی مردم کافر میشن نعوذ بالله. چرا؟ توهین به خانه کعبه کرد. یک آدم پول پیدا کرده، صحت داره، توانمندی به رفتن داره، اما در حج نرفته، میگه که فرض است. توهین کعبه را نمیکنه، این آدم کافر نیست. گناه کبیره را مرتکب شده، اما کافر گفته نمیتونیم. اما کسی کی طور میگه که رفتن در اونجا حماقت است، نعوذ بالله، اینی آدم کافر است. چرا؟ که توهین کعبه را کرده. بعضی مردم ها از این ناحیه اینمی قسم تبلیغات میکنه که حالی فعلا در جامعه ما و شما زیاد موجود است. دوم نحوه تبلیغات اینمی است که و میگه از این که در کعبه چی میکنی؟ این کعبه در اینجا وجود داره. چرا؟ این فقیر مسکین است، مصرف کو پولی تا همی برات کفایت میکنه. این گپ قطعا غلط است، قطعا نادرست است. در زمان پیامبر علیه السلام هم خیلی زیاد فقرا موجود بود در مدینه، اما در حج، در فرایض حج کل صحابه شریک میشد. و فریضه علیده است، تعلق به این نداره. فقیر و مسکین هم الله علیده حکم کرده که صدقات بده. و یسالونک ماذا ينفقون قل العفو. چیزی که زاید داری مصرف کو دیگه.
ولیکن اینطور نمیشه که یک آدم اینجا مصرف بکنه نعوذ بالله به فقیر و مسکین بده، بگوید که نه حج امینجا خوب است. او کسی که میگه چی است دل به دستاور که حج اکبر است از هزاران کعبه یک دل بهتر است، این گپ غلط است، این الحاد بیدینی است. چرا؟ دل به دست آوردن چی است؟ نعوذ بالله یک بچه را دلش به دست آورده میتونی که زنا قتلش بکنی، از دختر همچنان نعوذ بالله دل از رو به دست میاری. دل قمارباز است که پیسه برش قرض بدی، دل سودخور است که سود برش بدی، دل دزد است که قرا خو کنی دروازه تان باز مانی، دلش به دست میاره. نعوذ بالله از هزاران کعبه میگه یک دل بهتره. این یهودیت و نصرانیت است. این ملحدین است که امروز به نحوه دیگه مردم از دین اسلام میکشانه، دعوت به دین اخلاقی میکنه. اخلاق جزی دین است، پورا دین نیست. از همون خاطر کسی که این تبلیغات میکنه که اینجا سری فقرا مصرف کنه، در کعبه نروه، در حج نروه، این الحاد و بیدینی است. نعوذ بالله این غلط گپ است. یک کسی که حج فرضی میره تو این توصیه را برش بکو که ای آجی وقتی که اونجا میری آلیگه تسبیح که در کارخانه چین تو چلانده رو ایستی پیسیت در اونجا در چین میره، این تسبیح غلطه نگی، این تسبیح نیست. تسبیح سبحان الله گفتن است، مردم ها در انگشت خود میگن. چی ضرورت بریسته که تسبیح پلاستیکی به نام سندرست و فلان رست و قیمت ها را دیش بپردازی؟ همی بدعت و ناروا و ناجایز و اسراف نکو، این تبلیغات نکو. همون پول تسبیح تا به فقیر بده، همون پول جای نمازی خودنمایی و نعوذ بالله ریایی تا همون را به فقیر و مسکین مصرف کن. همون ختم خودنمایی تا که ختم میگیری کارتا را روان میکنی، این دین نیست، این بدعت است. همون را سر فقیر و مسکین مصرف کن. این را برش بگو، نگو که اینجا مصرف کن، در حج نرو. حج فریضه است. الله متعال میگه کسی که کفر میکنه یعنی انکار میکنه حج قبول نداره، یقینا الله متعال ضرورت به کسی نداره. اگر کل مخلوق حج بکنه در نظام الله چیز اضافه نمیشه، کل مخلوق حج نکنه در نظام الله چیزی ناقص و کم نمیشه. الله ما را مورد امتحان قرار داره که اطاعت میکنیم یا نه. قل بگوی پیغمبر علیه السلام یا اهل الکتاب لما تکفرون بآیات الله، دعوت به سوی اهل کتاب است، ملامت کردن از یاس، مذمت از یار الله بیان میکنه. چرا بیان میکنه؟ حقیقت برشان واضح و روشن ثابت شده، لیکن بازم یا رای روشن میگیره، تاریک میسازه، در دین کجی کوری پیدا کده را ایستن. در تو را میگم دیوال تو بشنو. الله متعال اهل کتاب میگه، اما پیغمبر علیه السلام میگه چی میگه؟ لتتبعن سنن من کان قبلکم، خامخا شما متابعداری میکنه طریقه های مردمایی که پیش از شما تیر شده، شبرن به شبرن و چیز زراعا به زراع، بلست به بلست، متر به متر، حتی لو دخل جحر ذب لدخلتموه، اگر در سوراخی سمسرم داخل شده شما هم داخل میشه. امون مرضی که در یهود و نصارا بود در امت پیغمبر سرایت میکنه، الله متعال همینطور بیان میکنه. یا اهل الکتاب، اهل کتاب لما تکفرون، چرا انکار میکنه بیایات الله، با آیات الله، به توحید الله، یک تا پرستی الله. والله شهید علی ما تعملون، شما اینطور فکر نکنه که شما محاسبه نمیشه، این کارایتان الله نمیبینه، بالکل میبینه. والله شهید، الله گواه است علی ما تعملون، با آن چیزی که شما انجام میده. آیات الله را در کتابتان هم خوانده، حقیقت توحیده، و باز هم شما این کار میکنه، باز هم شرک میکنه. قل بگوی پیغمبر علیه السلام یکی خود نه ایمان آوردن توحید نه قبول کردن است، یک مزامت میفهمه که توحید حق است و باز نمیپذیری. امروز بسیار مردم قرآن نمیخوانه، توحید میدانه اما نمیپذیره، شرک میکنه. دوم قل بگوی پیغمبر علیه السلام یا اهل الکتاب، یا اهل کتاب لما تصدون، چرا شما منع میکنه عن سبیل الله، از راه الله. کی را؟ من آمنه، کسی که ایمان آورده. مؤمنا را منع میکنه، نمیگذاره که وا در راه حق روان باشه. چی میکنه؟ تبغونه، شما طلب میکنه در راه الله عوجا، کجی کوری را، شبهات اعتراضات میکنه تا مردم مشوش شوه، در تردد بیفته. و انتم شهدا، در حالی که شما علما است. اینجا شهدا به معنی علماست. خواب میدانید در کتابتان چی چیز ذکر شده، جزای امچو مردم چی رقم است. و ما الله نیست الله متعال بغافل، بخبر عما تعملون، از آن چیزی که شما انجام میده. الله جزای ازیره براتان میده، اینطور فکر نکنید. خب رای الله واضح است، یادش چی رقم؟ کجی کوری را پیدا کردن. رای حق کجی کوری چی را میگه؟
یهود و نصارا چون که باسواد مردم بودن و شبهه را ایجاد میکردن، اعتراض میکردن. باز گاهی میگفتن سیکو پیغمبر اگر پیغمبر بود دینش باید نسخه نبید، یک روز یک طرف نماز میخونه، دیگر روز دیگر طرف نماز میخونه. این گپا را میگفتن. باز میگفتن اینطور که خو این چه رقم دین است؟ این دین نوی که پیغمبر آورده. اونجا میگه که ما عقیده توحید داریم، اونجا باز میره به کعبه سجده میکنه، طرف کعبه سجده میکنه. نمیگه که ما سجده برای الله میکنیم. مردم را تشویش میندازه. اینطور سوالا را آلی مستشرقین دشمنای دین خیلی زیاد دارن. حالا که پیغمبر چرا 9 زن گرفت؟ حالا که نعوذ بالله حق میراثی زن چرا کم است؟ حالا که آدمی دوست چرا دستش بریده میشه؟ این فقیر بود نداشت از مجبوریتی کار کرده. حالا که آدم قاتل چرا قصاص میشه؟ او خو شده میتونه یک مرضی شوک برش پیدا شده باشه، او چرا کشته شود؟ انواع نعوذ بالله شبهات ایراد میکنه. مردمی که با قرآن ننشسته این سوالا برش بسیار بزرگ معلوم میشه. در مورد اسلام نعوذ بالله قلبشان متردد میشه. الله متعال میگه چرا این کارا میکنه؟ امروز نعوذ بالله این شیوه و این طرز و طریقه را یک تعداد مردم دیگه گرفته. خواب میدانه که ما دعوت به سوی قرآن حدیث میدیم، اما چی شک و تردد میکنه؟ یا اماما را قبول نداره، یا دعا را قبول نداره، یا زیارتا را قبول نداره. در شک و تردد مردم هم پرداخته، حقیقت نمیگذاره. بان مردم عاقل است و شور است. الحمدلله در قرآن میشینه، هر کدامشان سخنای ما را وزن میکنه. ما نمیگیم سخنای ما را بپذیره، نه، ما تا وقتی که مطالعه عمیق نکرده باشی و حق از باطل برات خواب روشن نشده باشه پشت ما نرو، گپی ما را قبول نکن. خو لیکن الله شما را مکلف به تحقیق کرده که شما باید جستجو کنی، تلاش بکنی، گپی حق از باطل باید جدا بسازی. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردین، تطیعوا فریقا، منع میکنه الله متعال مومنا را از تابعداری اهل کتاب. چرا؟ اهل کتاب یا دوستی ما نیست. این جامعه جهانی که اینجا آمده، چندین مملکت، تأسف است که کتاب الله را کسی میخونه و بعضم خود فریب میده و میگه دوستای ما، دوستایی که به کمک ما آمده. این دوستی نیست، دشمنیت است. نگو، قرآن واره دشمن گفته، دوست شده نمیتونه. کمک تو نامده، برای خیانت تو آمده، تو را تباه و برباد کرده. امروز که در ملت هماهنگی نمیه، اتفاق نمیه، از جهت موجودیت این مردم است. اگر یا نباشه، آخر الامر مردمایی که در سر کوس یا در دشت و بیابان است، اگر در بازار است، اگر در اینجا است، شده میتونه به جرگه های قومی بشینه، ما بین خود توافق بکنه. اما این بدبختا نمیمانه. قرآن میگه، ما نمیگیم. الله متعال برای ما چی میگه؟ چی درس برای ما میده؟ یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده، تقاضای ایمان است. ایمان از شما تقاضای ازیره داره. ان تطیعوا، اگر شما تابعداری کرده، فریقا، یک جماعت، من الذین، از کسانانی را اوتوا الکتاب، که کتاب برشان داده شده، یهود و نصارا، یردوکم، باز میگردانه شما را بعد ایمانکم، پس از ایمان آوردن شما، کافرین، بسوی کفر، نعوذ بالله. خوش نداره شما آرام آسوده زندگی بکنه، پابند نظام الله باشه، نمیخواهی را شما را پس به کفر میگردانه. و کیف تکفرون و انتم تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسول. چه قسم شما کافر شوی؟ دو مطلب در اینجا هست. موانع کفر وجود داره، آدم کافر نشود. موانع وجود داره، شما کافر میشه، هیچ امکان نداره. در زمانی که کتاب الله و پیغمبر موجود باشه، اگر پیغمبر نباشه، سنت رسول الله موجود باشه، شما راه از واره تعقیب بکنید. الله، این بسیار بعید است، این خیلی دور گپ است که کتاب الله و سنت رسول الله موجود باشه و شما نعوذ بالله برای پیروی از واره بکنی کافر شوی. قطعا امکان نداره. خو امروز که مردم پیروی از واره میکنه، چرا؟ کتاب الله موجود نیست، سنت رسول الله موجود نیست. کتاب الله فقط کتاب ثواب و مرده است. آیاتایش فقط در سر مرده کش کو، آیت الکرسی را در بیرقش نوشته کو، در شناسندش نوشته کو. همینطور است یا نیست؟ پنجره بگی بالای قبر، بازگرد داگردش آیاتا پر کو، خلاص. عجیب است. بروی قرآن به این خاطر آمده بود. من شروع ترجمه که میکردم، تلاوت قرآن هدف نیست. هدف چی است؟ تلاوت قرآن ذریعه برای فهم مقاصد قرآن شود. فهم مقاصد قرآن هدف نیست، این ذریعه برای تطبیق عملی احکام قرآن شود. یا مقصود نیست
تطبیق عملی سبب تزکیه است. اصل مقصد تزکیه است که انسان واقعا از نگاه عقیده، عمل و اخلاق مکمل تندرست باشه، مریض نباشه، مریض قطعا نباشه. این مقصد قرآن است. کی مقصد قرآن آمد؟ در دست ما آمد نمیگه تلاوت نشد، تلاوت درست نشد، خیر فهم قرآن از کجا شد؟ فهم قرآن از کجا شد؟ کجا بیان شد؟ والا سابق مولا بودی که پاره نمیگفت تو هم سابق قرآن شنیده بودی، قرآن پس کرده بود کسی در پوشاد چی کرده بود؟ بند کرده بودیم قرآن کریم. هر رخت جدید که پیدا میشه زنا سری خود نظر میکنه، میگه که فلان حاجتم پوره شد، رخت جدیدی که از چین آمده او را به قرآن پوش میکنه. 52 دانه پوش برای قرآن کریم جور شده میباشه، میکشی. در عربستان پس که مردم ما بیان و عربا خیلی بیادب است، چرا؟ قرآنش همینطور در سر میز افتاده است. واخو قرآن به خاطر از این آمده که ما بخوانیم، تلاوت کنیم، مطلب از پیش بگیریم. قرآن برای پوش کردن نامده. خود تعجب در اینجاست. الله متعال مردم ما و تو مخاطب در تعجب میندازه که باید تو تعجب بکنی که قرآن و حدیث موجود باشه و مردم نعوذ بالله پیروی از که یهود و نصارا بکنه. قطعا نمیکنه. کسی که قرآن و حدیث میخونه میدانه دشمن خود و سلیقه ها و دسیسه های دشمن هم میدانه که از کدام را داخل میشه و ما را کدام طرف میکشانه. شما ندیدی این مردم ما را در کجا کشانده؟ در وطن چند شبکه وجود داره از تلویزیون چی را نشر میکنه؟ چند سینما وجود داره؟ چند هتل عروسی وجود داره؟ خود چند مدرسه در مقابلش وجود داره؟ بده لیسته غیر از 2 مدرسه دولتی که اونجا 14 پاسش که فارغ میشه فرق در بین مصدر و اسم مصدر کردن نمیتونه. 1000 کتاب 3 صفحه خونده میشه و شاگرد که وقتی فارغ شه و چطور چی معلومات از دین داشته باشه؟ چه رقم است؟ دیگه مدرسه را بچه‌شو میبینی؟ بله مدرسه حفظ زیاد است، آوازخوانی زیاد شود، ستاره قرآن شود، در آواز خود ستاره قرآن شود. بیایی که ستاره قرآن در عقیده شود، ستاره قرآن دری شود که قرآن چقدر بفهمه. اینه بخیر در رمضان ما مسابقه چی را گرفتیم انشاءالله؟ علم قرآن عقیده را انشاءالله که معلوم شود که واقعا دین کی میفهمه و کی اول نمره کامیاب میشه و دوم نمره میشه. چقدر اول نمره ها پیدا میکنه میایه. قرآن بر ما میگه و کیف تکفرون، چه قسم شما انکار میکنه از نظام الله متعال و انتم تتلا علیکم، حال است که شما تلاوت کرده میشه بالایتان آیات الله، آیات الله تلاوت میشه و بازم اسلام بگذاره منکر شوی و فیکم رسوله، دبین شما پیغمبر الله متعال است. و من یعتصم بالله، کسی که چنگ میزنه به الله فقد هدی، یقینا راهنمایی برش کرده شده الی صراط مستقیم، برای برابر برش هدایت شده. هر کسی که چنگ به کتاب الله بزنه، چنگ به الله زده نمیشه، الله جسم نداره. چنگ بر اسمان الله که پشتی سر بر ما واعتصموا بحبل الله میگه. رسم الله و رسمان الله ممدود از آسمان در زمین، اینمی قسم روان کرده. چنگ زدن است عملی کردن کتاب الله، تطبیق کردنش در کل گوشه های زندگی است. کی ما تطبیق کردیم؟ نه، کتاب الله را در طاق ماندیم، در طاق. قرآن کریم برای ما میگه تعجب است که کسی کتاب الله خوانده شود در بینش رسول پیغمبرم باشه و بازم انکار بکنه از حقانیت دین، هیچ امکان نداره. به شرطی که تلاوت شود، به شرطی که تلاوت شود. کتاب الله اگر تلاوت شود مردم گمراه نمیشه. شاگردای قرآن کریم هزارها دسیسه مادی برش جور بکنه انشاءالله چی خود عقیده خود از دست نمیده. یک خواهری که ترجمه قرآن نکرده حجاب خود دور نمیندازه، به شرطی که در ترجمه قرآن واقعا نشسته باشه، به نیت درست، به نوبت آمده باشه. یکی اون مردم هست که ظاهرا آمده و رفته، اینجا زنی با حجاب است، خانه که رفت یا در راه که رفت باز حجاب معلوم نیست. اینجا جوانی خیلی متدین بگه در وقت نماز کلیش پت است، خودی که این طرف که رفت با سکرتار دود که در ایسته، باز دیگه چیزی که میکنه از دستش میکنه. و طوری نباشه. واقعی به قرآن کسی که نشسته باشه، نه نه نه، افتخار خود میدانه، زندگی خیلی فقرآمیزه اما خوش نداره، نعوذ بالله که نوکر و چاکر دیگه کسا باشه و پیرو و دوست یهود و نصارا باشه. قطعا امکان نداره. چرا؟ قرآن برش گفته
قرآن راه نجات برای ما بیان میکنه. و من یعتصم بالله. حالی پیغمبر وجود نداره، حدیثی پیغمبر وجود داره، ما چه قسم شکرگزاری نکنیم؟ امو ائمه دینه که سنت رسول الله را مدون بر ما تحریر کرد در کتابا. ما قدر امام بخاری را باید داشته باشیم یا نه؟ امام مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجه و امثالهم محدثین کرام نینیگه که چشم ماست. دین ما را بر ما مدون کرده، تحریر کرده، بر ما نوشته کرده، بر ما رسانده. آیا در حق از او بیادبی کنیم؟ کلا قطعا نه. من لم یشکر الناس لم یشکر الله. کسی که شکر گزاری مردم نمیکنه، قدر مردم نمیدانه، قدر الله را هم نمیدانه. ما قدری مردم داریم. دین الله حتی با او کسی که قرآن بر ما باز میکنه و ما را دعوت به سوی قرآن میده، بسیار قدرش باید داشته باشیم. یقینا ما خواهمو استادایی که ما را دعوت داد به سوی ترجمه و تفسیر قرآن کریم، حالی از صدق دل، از صمیم قلب برش دعا میکنیم که الله درجه اعلا را در جنت برشان نصیب بکنه. چرا؟ به خاطری که ما را آشنا ساخت با کتاب الله متعال. از او خاطر راه نجات ما چیست؟ و من یعتصم، کسی که چنگ میزنه بالله، بر اسفانی الله، به خود الله یعنی به کتاب الله، فقد هدی، یقینا هدایت برش کرده شده، الی صراط مستقیم، بر سوی راه درست. راه درست اگر کسی طلب داره بجز از قرآن قطعا موجود نیسته. پس او مردمایی که تابعدارا و مرید داره چی را برش نشان میده؟ کدام قرآن برش ترجمه میکنه؟ و جناب مرید صاحب تو را به الله قسم 10 و 20 سال سجده در پای پیرت کردی، 10 و 20 سال چارغوک کردی در پیش پیر، آیت قرآن برای ترجمه کرد؟ تو را چی درس داد؟ بیا در ترجمه کتاب الله بشی که هدایت بشی. راه مستقیم در اینجاست. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. برنامه فلاح هست، برنامه فلاح. چه قسم کامیابی برای ما حاصل میشه؟ ما حفاظت کرده میتونیم خدا، خانواده خدا، جامعه خدا مکمل. چی وقت قرآن برای ما چیسته؟ گام به گام نکته های را پیش میکنه که یقینا اگر ما سرش عمل بکنیم نظام ما محفوظ است، ما خود محفوظ هستیم، هیچگاه خلل در دین ما پیدا نمیشه، دشمنات در دین ما رخنه کرده نمیتونه، افراد ما را جلب و جذب کرده نمیتونه. کدام است؟ یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده دعوای ایمان داره، اتقوا الله، از الله بترسی، تقوا را اختیار بکنی، از الله بترسی. چه رقم؟ از مخالفت احکام الله متعال بترسی، از عذاب الله بترسی. چرا که عذاب الله در رویتان آمده نیست اگر شما پیروی از احکام الله نکردی. تقوای الله، تقوا انجام دادن تمام مامورات و اجتناب از تمام منهیات میگه که خود به خود از اینمی انجام دادن یک ملکه و قوت در وجودت پیدا میشه که تو را نمیگذاره که آرام بشینی، که آذان بشنوی تو را وادار میشه که الان نماز بخوان، با جماعت بخوان، روزه بگی، و تو را منع میکنه از اینکه چشمت غلط استعمال شوه یا دستت غلط استعمال یا زبانت. اینی را تقوا میگه. برای اصلاح فرد ضرورت به تقواست. ما که اصلاح میشیم؟ تقوا را اختیار کنیم. الله متعال میگه برای اصلاح تانی ضرور نیسته که قانون سازی بیرون شوه، پلیس پیدا شوه، دفترداری شوه. نه 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 نه. الله متعال میگه فقط تقوا را اختیار کنیم، الله را بشناسیم. تقوا وقتی پیدا میشه که الله را بشناسیم، صفات الله را بشناسیم که الله کدام ذات است، ما چه قسم بنده الله متعال هستیم. یک موضوع. دوم، حق تقاتی، بترسی از الله متعال، به حق ترسیدن از الله. حق ترسیدن کدام است؟ ابن مسعود رضی الله عنه شاگرد پیامبر علیه السلام میگه حق تقوا است ایطاع، که طاعت الله تبارک و تعالی کرده شوه، کل احکام الله را بپذیری، فلا یعصى، انکار یا معصیت نافرمانی از او نشوه، و یذکر، یادی الله کرده شود در هر معامله. در دکان هستی، در موتر بالا میشی، در زمین کار میکنی، در بیرون راستی، در خانه هستی، الله در یادت باشه. الله در یاد آدم چی معنا داره؟ الله در یاد آدم این معنا داره که الله در اینجا چی فرمان برم داده، چی باید بکنم. در وقتی فروختن سودای خود دروغ بگم یا نه، فریب بدم یا نه، قیمت نرخ بالا کنم یا نه، الله برام چی گفته؟ الله در یاد بودن الله همین مفهوم داره.
و یذکر فلا ینسی، الله یاد کرده شوه و او فراموش کرده نشوه، و یشکر شکرگزاری یا قدر نعمت الله متعال کرده شوه. الله بر دین روان کرده، الله بر اسباب زندگی را و کمال مهیا کرده، قدر ازیره بدان در جای از پیش استفاده کو که الله خوش میشه. دیگه فلا یکفر، ناشکری از او کرده نشوه. بعضی مفسرین حق تقوایی را میگه حق تقوا عبارت از است که از هیچ ملامت کننده نترسی در اجرای احکام الله متعال. الله اکبر، این صفت خیلی ممتاز است. الله نصیب ما و شما بکنه اگر ما این نکته در ما پیدا شد، یقینا که کل دین عملی شده. امروز سر سنت رسول الله عمل نمیشه. چرا؟ پیروی از رواج میشه، از خودگیا میشه، از اقارب میشه. ولا اقاربی ما خفه میشه، ولا همسایه ما خفه میشه، ولا قوم خفه میشه. نه، در اجرای حکم الله از هیچ ملامت کننده قطعا حراس نداشته باشی. این میره حق تقوا میگه. چرا؟ به خاطر که ترس تو از الله آنقدر غالب است که ترسای دیگر کلش زیر کرده، زیر پای کرده، قطعا هیچ نوع حراس نداری. خب این منزلت به هر کس حاصل نمیشه. این منزلت آدم همینطور فکر میکنه که آسان است، خب آسان نیست. مرده اینجا شده، 4 طرف مدیرای شیطان برات میگه که حالا بگی پیسه را برابر کردی ده اسقاط یا نه. تو میگی که برادر اسقاط خو نیست دین. نه، مردم ها باز بد میگه، مردم ها باز میگه که پدری شلغم گور کردی. نه، باز دیگه چی میگه؟ بیادر تو میدانی مردید که این کارا رو نمیکنی، ما قطعت نیستیم، ما سواد در دم مردم استاد شده نمیتونیم. حالی تو را سالا امیر گپ شنیدی که بدعت است. والا چطور شد در جنازه ما بیایم یا نه؟ مولوی صاحب نبیا که اینجا والا جنازه به طریق سنت نمیشه. برای ما زنگ زده میشه میگه در جنازه بیا. پس آن چی میگه؟ مولوی صاحب بسیار بخشش باشه، والا نمیشه. چرا نمیشه؟ لومت لائم نمیتونه. ترس از الله متعال غالب نیست، ترس از مخلوق اینجا غالب است. یا شرک میگه، شرک. چرا که در ترس از الله کدام مخلوق بالا کردی، برابری الله هم نکردی. مردم نمیفهمه، اما این در حقیقت شرک است. صفات الله را به مخلوق ثابت کرده رو ایستی، اینطور کار نکن. بعضی مفسرین میگه حق تقوا عدالت کردن است، ولو که بالای نفست باشه. زمانی که در پره برابر شدی، خودت ملامت بودی، خود ملامت کردی، اینی عدالت رعایت کردی، حق تقوا را پورا کردی. این حق تقوا است. بلی هم گپ است. بعضی میگه حق تقوا به اندازه توانایی است. آنقدر تلاش کو، آنقدر کوشش کو که مامورات الله از پیشت باقی نمانه و از منهیات خود نگاه کنی به اندازه توانایی که دیگه وسو توانید باقی نمیمانه. این میره حق تقوا میگه. در بین این اقوال هیچ کدام منافات وجود نداره. انسان تلاش بکنه. خب امی اول گپ حق تقوا نمیسته که واقعا انسان مکمل پابند دین باشه، الله در یادت باشه. تفسیر ابن مسعود رضی الله عنه چون که تفسیر منقول است، خیلی لایق و راجح است. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، نمیره شما مگر در حالی که مسلمان باشه. نمیرید. مردن در اختیار انسان است؟ نیست. مردن اگر در اختیار انسان باشه هیچ نمیموره. میگه نمیمورم. الله چطور ما را میگه که نموری مگر در حالی که مسلمان باشه؟ بله، نمردن مگر در حال مسلمان وقتی میشه که مسلسل در یک گوشه و لحظه زندگی نافرمانی الله را نکرده باشی. در هر گوشه پابند حکم الله استی. این ساعت کل ساعت ها. حالی که مرگ در هر ساعت میرسه تو پابند کیستی؟ حکم الله، تسلیم به نظام الله. و یون توصیه بود که ابراهیم علیه السلام به اولاده خود کرده بود. و وصوا بها ابراهیم و بنیه و یعقوب یا بنیه، بگو ان الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. تسلیم به نظام الله باشیم، تقوا را اختیار کنیم، تسلیم به نظام الله باشیم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. با یک گل بهار نمیشه. حالی وقتی بهار میشه که جامعه، معاشره کلشان یکسان یک روش اختیار بکنه، عقیده کلگی درست، موافق سنت رسول الله عمل کردن ایش رو باشه، یک دم دیجا واقعا اطمینان و سکون و آرامش پیدا میشه. اگر تو عمل به سنت میکنی اما تو خو هیچ نوروزه ای گپا را نمیکنی، لیکن در روز نوروز هفت میوه را مساحه برات روان میکنه. صحیح است؟ تو خو نکرده مردم دیگه برات روان کرده رویسته، نمیگذارته، در بدعت مبتلایت میکنه. نه، وقتی میشه
که کلگی به یک چیز چنگ بزنه. واعتصموا بحبل الله، شما چنگ بزنی بر اسپان الله جمیعا تمامیتان، هیچ کسی باقی نمانه، به چنگ الله دستی خود بسته کنی. ولا تفرقوا، جدا نشوی. واذکروا نعمت الله، یاد کنی نعمت الله را علیکم که بالای شما بود. اذ کنتم، در آن وقتی که شما بودی اعداء دشمن در بینتان، فالف بین قلوبکم، الفت و محبت انداخت در بین قلبای شما. فاصبحتم، گردیدید شما به نعمتی، به نعمت الله که دادن قرآن اسلام است، اخوانا، برادر شده. و کنتم، شما بودی علی شفا حفرت، به کناره گودال من النار، از آتش، یا اونمو چقوری از آتش. فانقذکم، شما را نجات داد الله متعال منها، از اینمی آتش. کذالک، مثل که حکم الله برای منفعت شما بیان میکنه، برای بهبودی و صلاح شما. یبین الله، واضح بیان میکنه الله، لکم، برای مصلحت و منفعت شما، آیاتی، احکام خود، لعلکم تهتدون، به خاطر که شما هدایت یافته شوید. الله چی نیازی نداره برای شما، خود شما هدایت حاصل کنه. در اینجا الله امر میکنه کلگی را بر اسپان الله پیوستن. اسپان الله کدام است؟ ابن مسعود رضی الله عنه اینجا میگه که کتاب الله الحبل الچیسته ممدود من السماء الى الارض، کتاب الله رسپان دراز شده از آسمان به زمین است که کسی به این چنگ بزنه میرسه، ایرا وصل به الله میکنه. قدم به قدم قرآن برای ما راه هدایت و مشخص میسازه. امروز عوام میگه ما گپی را قبول کنیم، شما ملا ده بین خود صفا کنه بره. خب ما ملا را در جنگ میپرده، شما اجرا را انتخابش نمیکنه. برای شناخت جوپانی و بگوی پاکستانی اقدر کوشش میکنی که پرسان نکن. لوٹ تقلبی را خود ماشین برش خریده ای که باید جدا شوه. خود دینی چرا ماشین نمیخرینه؟ که دینی تم عقیده تم تفکیک کنی که کدام عقیده حق است کدام باطل است. چرا خدا بی مسئولیت فکر میکنی که نه من مسئولیت ندارم؟ نه، دینت مهم است. اگر در دنیا خطا شوی فقیر میشی، الله برای چیز رزق خام میرسن. آخر این دنیا چند روز است. اما زبده ترین کسی که امروز عمر میبره از 130 سال به بالا نمیشه، باز میروه ختم میشه. اما غم دین است که با آخرت تعلق داره. سرنوشت آخرتت به اینجا مربوط است. تلاش کرده ای برای راهیابی؟ قرآن قدم به قدم برای ما میگه کسی که راه هدایت نجات پیدا میکنه بگه بر اسپان الله پیوند بسته کنه، چنگ بزنه بر اسپان الله، با قرآن چنگ بزنه. چنگ زدن به قرآن کریم فهمیدن کتاب الله و عملی کردن کتاب الله متعال است. کردی؟ ما پدرای خود اله کردنی نیستیم. پدرت قرآن یاد داشت، یک روز در ترجمه قرآن شنیده بود؟ بگو برای من. الله میگه که راه هدایت قرآن است. واعتصموا بحبل الله جمیعا، کلتان چنگ بزنه بر اسپان الله. ولا تفرقوا، جدا نشوید. جدایی در کجا میاد؟ اتحاد در کجا میاد؟ اتحاد در چنگ زدن نظام الله است. ما قطع کفار جنگ که میکنیم، یک اعتراض در این روزا یک نفر گفت اصل جنجال مسلمان ها پیدا کرده، جهاد اعلان میکنه، شروع میکنه در جان کفار، ایره بکش. کسی که معلوماتی کافی از دین نداشته باشه سوال خیلی بزرگ است. راست میگه، حدیثی پیغمبر هم است، امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله. ما مامور به جنگ به مردم شدیم تا وقتی که لا اله الا الله نگفتن. جواب برش چی داریم جواب؟ بله، ما میگیم این نظامای طاغوتی از بین بره، نه نظام اوباما باشه و نه نظام روسیه، نه نظام انگلستان از فرانسه، نه از چین، نه کدام کسی دیگه. نظامی کی باشه؟ الله. چرا؟ اصل مقصد زندگی مردم اطمینان آرامش و امن زندگی کردن. کی میامی امن و آرامش؟ به نظامای خود ساخته بشر که هر کس اتمی زیاد داشت امو پاچا باشه. امریکا امروز بگه چطور است؟ خدا پاچای دنیا میداند، فرمانش فرمان است. کسی رد کرده میتونه؟ نمیتونه. خلاص، یا تروریست معرفی میکنه 4 روز بعد حمله سرت میکنه. آسان گپ است، هیچ گپی نیست. امن در نظام دنیا توسط نظام های دنیوی نمیاد، توسط پاچایی ها نمیاد، توسط تسلیم شدن به نظام الله. نظام الله کتابی کیست؟ نظام الله را کی تشریح کرده؟ کتاب الله تشریح. کلگی در زیر یک نظام قرار بگیریم امن است.
از این خاطر الله ما را امر میکنه که واعتصموا بحبل الله. نقطه ای که ما را با هم جمع میسازه، متحد میسازه، کتاب الله متعال است. بیای پیروی از کتاب الله بکنیم. شیعگی و سنگی تا بگذار، کتاب الله چیزی بیان میکنه پشتش روان میشیم. حنفی و شافعی تا بگذار، کتاب الله چیزی بیان میکنه. کتاب الله که چیزی بیان میکنه شامل حدیثی کیست؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. چنگ زدن به کتاب الله، چنگ زدن به سنت رسول الله است. چرا؟ سنت رسول الله تفسیر و تشریح کیست؟ خیرای وحدت از کجا ما کمایی کنیم؟ برویم یک مذهب محکم بگیریم، شوافی بگویا شافی شوه، دیگهش بگویا مالکی شوه، کدام میشه؟ خو نشوده یک بولد در بدر شدیم یا نه؟ یکی دیگر کافر میگه، یکی دیگر پشت دیگر اقتدا نمیکنه. دمی روزا در گردیز میرفتیم، در یک مسجد جماعت استاد شدیم، یک نفر قدما استاد شد که میرفت لدین کردیم، الاکت رفت دو طرف برای خود استاد شد. عجیب است. ما را کی جمع میکنه؟ تو بگو. آرا و نظریات اشخاص یا فرمان الله؟ کدامش جمع میکنه؟ فرمان الله ما را جمع میکنه. و همین راه هدایت و نجات است. با جز از این راه هدایت و نجات نیست. ما میگیم هر قولی هر عالم که مطابق کتاب الله و سنت رسول الله است، اجتهادش از اجتهادهای دیگه که برتر قویتر است، بس سر رو چشم میپذیریم و امور محکم میگیریم. راه یکی شد یا چار؟ راه یکی شد، چار نیست. باز اختلاف وجود نداره، کلگی قابل احترام است. همین چی غم میزنیم، همین صدا را میکنیم. نکنیم. مردم فرقه جور نکنیم. ولا تفرقوا، قرآن میگه. پشتی سر اون دیگه وضاحت میده. ولا تفرقوا، جدا نشوی. هر کدامتان. من میگم نه، امام ابو حنیفه را از کل کده بالاتر امام است، کلان است از کل کده. در جمله تابعین میره. چرا یک صحابی را خودیده؟ دیگهش بگوید که اوهو ما این مذهب امام مالک رحمه الله هستیم. حدیث پیغمبر در حق ازی صادق شده که پیغمبر گفت که مردم چیست؟ سفرهای بس شطور میکنه، دور منزلا میکنه. خو عالم مدینه واری عالم پیدا کده نمیتون. حنبلی ها اگر خیستن گفتن که کدام امام میتون افتلک حدیث یاد داره، بکش پیش کو. باز چی میکنی؟ کدام امام میتون در جنازش 60,000 نفر نصارا مسلمان شده در یک جنازش؟ بگو. اگر امام شافعی تابعدارش بخیزه، کدام امامیتون با نسب پیغمبر یک جا هسته؟ اهل بیت بیار دیگه. چرا از او پیروی نکنیم؟ چی باید بگویم؟ داریم کدام دلیل داریم. ما پیروی کی را میکنیم؟ کتاب الله و سنت. چرا میکنیم؟ پیغمبر ما را می توصیه را کرده. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما. کدام گفته که امام ابو حنیفه، گفته امام شافعی، گفته احمد ابن حنبل، گفته امام مالک؟ بگوی رحمت الله علیهم. گفته؟ نگفته کتاب الله و سنت رسول الله. بس اتحاد میآید، مکمل فرقه واریت از بین میره. آلی خو یک مذهب چندین شاخ شده. این پنج پیریستی، دیوبندیستی، بریلویستا، این مودودیستا، او فلان است، فلان است. دیگه گپارا و در طریقا که اگر رفتی اون طریقا نقشبندی، سروردی و چشتی و سیفی و دیگه چی هسته؟ شازلی و مچم بدوی و اینقدر هسته که در ترکیه بری، در مصر بری، دیگه حیران مانده که کدامش بروی، حیران میمانی. اما مردمی که در ژاپن مسلمان میشید که وقتی آمدن یکیش گفت شافعی شدی، گفت ما از همین فرقواریت گریز داشتیم، ما را پس اینجا آورده. نه گفت بری پس بری، خلاص میشیم. الله رحم بکنه. واذکروا نعمت الله علیکم، یاد کنید نعمت الله را بالای شما. انصار یهود وقتی که دیدن که امی انصار سابق امی یهود دیده بودن که خیلی مابین خود سخت ضدیت داشتن، یکی دیگر را قتل میکردن. به نام جنگ بعاث 120 سال در بین خود قتل و قتال کردن، خونریزی. اما با آمدن پیغمبر علیه السلام و دین اسلام، انصار یکی با دیگه چی شدن؟ برادر شدن. یک یهودی تیر میشد وقتی حالت مسلمانان را دید که بسیار با صمیمیت نشستن مجلس داره، بسیار زور داد شد. قسم خورد که یار دبین نپرتم، ماندنیش نیستم. رفت و طرف تو پس آمد، امو مسائل سابقه را دبین انداخت. قریب بود که انصاریا دبین خود چی بکنه؟ زدنک شروع شد. پیغمبر علیه السلام تیر میشد. پس پیغمبر علیه السلام گفت دعوها فینها منتنه، بگذاری قوم پرستی را، این خیل پرستی را بگذاری که بدبوست. سر نعمت اسلام چی بکنیم؟ شکر بکشیم. امروز در پهنتونی ما صرف سری دانشگاه و پهنتون جنگ روان است.
جاده را به نام فلانی بنامیم یا نه؟ جماعت شوی. چی مفهوم داره این جاده؟ افتخارات الله میده یا تو میدی؟ به الله قسم که الله افتخار ندهه که کل دنیا برای تو افتخار بده، نیست. افتخار است. و کسی که برای الله جنگیده، جهاد کرده و هیچگاه مدح مردم طلبان نیست، عمل خود به الله سپرده. نزاهاست، پوهنتونا چندین روز معطل از درس میشه. منتنه است، منتنه. تنظیم پرستی، قوم پرستی، سمت پرستی، جهت پرستی. به الله قسم در بین ملاهای ما وجود داره. ببینه از الله بترسی، نکنی همی گپاره، لسان سرش پای بگذاره، سمت سرش پای بگذاره، نکنی همی گپاره. به الله قسم تباه میکنه، برباد میکنه ما را. در دنیا خوبی از او تباه شدیم، آخرت ما تباه میشه. عالم باشی لیکن در اونجا الله بکشانته که تو همون عالم بودی که به سمت دعوت دادی، به زبان دعوت دادی. نکو، فقط به الله تسلیم شو، دین الله را فوق بدان، خلاص جمع شوی. نعمت اسلام به ما حاصل است. اسلام ما را جمع کرده. چی چیز است که ما را جدا بسازه؟ آیا در امینجا، در امی فرقه های مسلمان ها، یک فرقه که خود مسلمان میگه دعوا داره که من پیروی کتاب الله و سنت رسول الله نیستم؟ کدام میتونه کسی؟ کدام میتونه؟ خیر، ما خودتر جمع شدیم. چرا چی سبب تفرق ما میشه؟ اختلاف حالی میآید. او را براتون میگم. ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله علیکم. یاد کنید نعمت الله را علیکم بالای شما. اذ کنتم اعداء، که شما دشمن بودی. فالف بین قلوبکم، الفت انداخت بین دلایتان. فاصبحتم، گردید شما به نعمتی، به نعمت الله که اسلام و قرآن بود، اخوانا، برادر شده. و کنتم علی شفا حفرة من النار. دو نتیجه اسلام و نعمت الله برش بیان میکنه. یکی در دنیا سبب الفت شد، معلوم شد که دین اسلام سبب اتحاد و اتفاق است، هیچگاه سبب افتراق نیست. این باید اتحاد به بار بیاره. این اثرات دنیویش است. اثرات اخروی، و کنتم علی شفا حفرة من النار، شما بوده در کناره گودال از آتش. چرا در گودال آتش بود؟ کلش نظری غلط و شرک داشت. با مجرد مردن در کجا می رفتن؟ از امو خاطر امی نزدیکی مرگ کنایه از کناره بودن در چی هسته؟ در لبی اونمو گودال است که با مجرد مردن در مو جهنم می رفته. فانقذکم، نجات داد شما را منها، از اینمی آتش. ایمان الله نصیبتان کرد و از او جهنم افتادن چی شده؟ نجات حاصل کرده. کذالک یبین الله، اینمی قسم واضح بیان میکنه الله لکم، برای شما، آیاتی احکام خدا، لعلکم تهتدون، بخاطر که شما هدایت پیدا بکنی. آیات الله برای هدایت است. آیات الله برای مرده‌داری و ثواب نیست. این قرآن آمده که ما راه هدایت پیدا بکنیم. قرآن، هر کتاب الله برای هدایت است. در مورد تورات هم همی صفت آمده، در انجیل هم همی صفت آمده. بیان احکام الله سبب هدایت ما مسلمان است. ولی که ما هدایت حاصل نمی کنیم. چرا حاصل نمی کنیم؟ نبود ترجمه قرآن، نبود تفسیر قرآن کریم، نبود. عالم امروز دشمنای دین نمیخواد ترجمه قرآن کریم بگه شود یک جای 1000 تاپه و بگه تبلیغات در حقت کرده رایست یا نیست؟ در کدام جای که ترجمه قرآن کریم میشه؟ وقتی پشتر چسبیده میشه، صبح در مسجد مرکزی کابل پس کنده میشه. دشمن حقیقی کتاب الله کیست؟ دین الله کیست؟ امروز مردم ما چرا نمیشناسه این دشمنا را؟ ها؟ واقعیت نداره. یک کسی برای ما آمد گفت مولوی صاحب، من خب پیش یک پیر صاحب میرم، چرا من چی بفهمم که حق است یا باطل؟ من گفتم فقط برش بگو که من در ترجمه قرآن میرم، که اجازه میده تا دیگر روز آمد برای ما میگه راست گفتی مولوی صاحب. وقتی که گفتم که ترجمه قرآن میرم، نروی. چرا پیر صاحب؟ گفت گمراه میشی، قرآن کتاب گمراهی خو نیست. گفت تو نمیفهمی او دیگر رقم ترجمه میکنه. گفت پیر صاحب خیلی خوب که دیگر رقم ترجمه میکنه، تو خو میفهمی پیر صاحب است، تو را کش کده میبرم اونجا میشانم. کمی خلاف گفت، مرا گفت که خلاف کلی از ویرا میپرانم. نه ما اونجا نمیریم. خو نمیری؟ چرا نه یاد نداری تو قرآن؟ گفت بعد از او فهمیدم که رای حق کدام است. رای حق کدام است؟ رای کتاب الله است. قرآن بر ما میگه ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر. اول اصلاح خود بود. اصلاح وقتی میشه که تقوای الله را اختیار کنیم
همه چیزایی که سبب نعوذ بالله تفرق میشه او را دور بندازیم. رنگ و جهت، سمت و لهجه و ایگپارا کلش به یک کتاب الله چنگ بزنیم. دوم، آل حفاظت. وقتی ما امین نظام پذیرفتیم، حفاظتش توسط کی میشه؟ کشت وقتی کاری دی او بری خود حفاظت طلب داره. گنجشکار نماری که دانایش هم ببره، او را حفاظت کو، دزدا نبرشه. حفاظت دین توسط جماعت امر بالمعروف و نهی عن المنکر میشه. نفر میبینی که سود میخوره مانده شه، امروز یک نفر سبا 2 نفر است. نفر میبینی پودر میکشه، امروز اگر یک نفر است سبا 10 نفر جور میشه. جماعت باید باشه. ولتکن باید باشه منکم، از جمع خودتان، شما مسلمانایی که همه‌تان اصلاح شده. از این خاطر پلیس باید کسی باشه که خود مکمل اصلاح باشه. اگر خودش مریض است، بیگار راپوری چی را شنیده؟ بزرگترین و مفسدترین ارگان کدام ارگانی رشوتخور معرفی کرد؟ ارگان قضا، بعد از او پلیس. قرآن از امو خاطر میگه باید باشه منکم، از جمع شما که تقوایتان کامل شده، مردمای مصلح که خود ساخته، امتون یک جماعت دیگم جور شوه. چی کنه جماعت؟ یدعون الی الخیر، دعوت بده به سوی خیر. خیر میشناسی؟ ابو جعفر رحمه الله میگه اتباع القرآن و سنت، تابعداری قرآن و سنت، این عبارت از کیست؟ خیر است. یک جماعت پیدا شود، مردم دعوت بده به سوی کتاب الله و سنت رسول الله، کتاب الله و سنت رسول الله. کجاست مو جماعت؟ عالی جماعت ها پیدا میشه در کدام ساحه و منطقه که مسلک امام شافعی رحمه الله است، مردم دعوت به مذهب کی میده؟ امام شافعی. اگر در کدام جای مسلک حنفی است، مردم به مسلک کی؟ حنفی. به کتاب الله و سنت رسول الله دعوت وجود نداره. دعوت باید شود، خلل در جامعه دیده نشود، رخنه باید دیده نشود. همینطور ندیدیم دولت بود مکمل سگ کل کردن نعوذ بالله، در گردنش توتر انداخته بود، پاچا را میگفتی ظاهر کل است. همینطور بود یا نبود؟ جلوگیری نبود. جماعت مبلغ وجود نداشت. امروز هم اگر در مساجد علمای حق پرست موجود نباشد، دعوت نده این جامعه را، باز میبینی که فاسدترین جامعه میگرده یا نمیگرده. چرا؟ مبلغین نعوذ بالله فساد خیلی زیاد است، در خانه هر کس مانده شده. مبلغین فساد هر روز تبلیغ کرده رویست تو را دعوت، این سریال فلانی است، این اینطور است، خلاص. دعوتگران حق نباشه، ترجمه قرآن موجود نباشه، مردم دین از کجا بفهم؟ چطور بفهم دینه؟ قرآن کریم میگه جماعت باید باشه. و یأمرون بالمعروف، دعوت به سوی خیر بده. و یأمرون، امر بکنه، بالمعروف، با معروف، و ینهون عن المنکر، و منع بکنه مردم از منکر. 3 مرحله دعوت شد. یک دعوت عام است، هر کدام ما مسئولیت داره مردم طرف دین اسلام و شریک شدن در این برنامه هدایت قوی که در این برنامه کلگی شریک شود. این وظیفه کلگی است. اگر ملاست، اگر آمیست، اگر کلگی است، کل امت که پیغمبر علیه السلام به مسئولیت داره دعوت بده. دوم دعوت، مرحله دعوت علما و فقها است، کسایی که دین خوب درک کرده. اینمی جماعت جور شو یدعون الی الخیر. جماعت در جای دعوت بده. این دعوت ها برای خود انواع مختلف داره. گاهی به تعلیم و تدریس، مدرسه را آباد کو، مردم تربیت کو. در مسجد ترجمه قرآن شروع کو که مردم بشینه. اموتور یک جماعت محتسب جور شوه، در بازار بگرده، ببینه کسی کاری منکر میکنه، برش نصیحت بکنه. 1 روز 2 روز، روز 4م فقط در وزارت احتساب دولت راپورش بده که این آدم کاری خلاف میکنه، شراب میفروشه، کاری غلط میکنه. باز ببینه که در اینجا در نظام و جامعه خلل پیدا میشه یا نمیشه. امروز رهبری ملک کردن، پاچا و وزیر شدن آسان گپ است. یک بلک رای به شعارهای دروغ گرفته میتونی، اما چه قسمی رای ادامه داده میتونی، وعده مسئولیت میتونی، گپی خیلی سخت است. این را نمیتونی. امیال فعلا کدام جماعت است؟ امر بالمعروف وجود داره؟ تا چند ماه را بحث در تلویزیون روان بود که امر بالمعروف ساخته شود یا نشود. آخر الامر ساخته نشد. چرا ساخته نشد؟ مشابه با نظام طالبانی میشه. و امر بالمعروف داشتن، اگر ما جور کنیم
نظام ما و طالبان چی فرق داره؟ چرا امروز پارلمان همین پیشنهاد نمیکنه که دولت باید یک طایفه یا یک گروهی چی داشته باشه؟ امر بالمعروف و نهی عن المنکر داشته باشه. امروز جنایی ما چی میکنه؟ کسی برش رشوت میده در بازار که مردم علنا گناه میکنه، شراب میفروشه، هیچ گپی نیست. بگاه اخبار براتون بیان کرد دختری رکی نعوذ بالله قتلش زنام شده، باز قتل هم شده، در یک پوسته گیر آمده چند هزار روپیه داده، حالی دیگه کسا گیر کده شه، دیگه کسا گیر کده شه. عجیب است، تعجب نیست؟ جماعت امر بالمعروف نیست و ساخته نمیتونه، نظام طالبانی باز جور میشه. پارلمان چرا پیشنهاد نمیکنه که امر بالمعروف باشه؟ خودشان است، پیشنهاد باید بکنه. کمیته برای من مواد مخدر وجود داره، ریاست ها و دفترهاش یک ولایت هم خالی نیست. برای من شراب وجود داره؟ برای من پخش کردن فحاشی و عیاشی در تلویزیون ها وجود داره؟ او نه، در پارلمان هم نفرا پیدا میشه که دفاع از فحاشی و چی میکنه؟ عیاشی میکنه. میگه نه، این پابندی ها داره. مخالفت با چی میشه؟ آزادی بیان میشه. علما وظیفه داره، اگر کسی تو را مقررم نمیکنه تو وظیفه داری، همین مسئولیت خود ادا بکنی، امر بالمعروف و نهی عن المنکر بکنی. چرا؟ امر بالمعروف کسی میتونه که معروف بشناسه که معروف است، اینطور نشه که مردم به منکر دعوت بده. امروز به بدعت ها و شرک مردم دعوت داده میشه یا نمیشه؟ میشه. سوم مرحله است که کل عام، هم علما هم امت، او در درجه قرار داره که اونجا علنا منکر انجام داده میشه، اینجا عوام هم مکلف هستند. لا اقل راپور داده میتونه که اینجا کاری غلط میشه. در کوچه کابل چی دعوت ها داده میشه؟ مدرسه نصارا جور شده، دعوت به نصرانیت داده میشه، انجیلا در مکتبات توزیع میشه، هیچ گپی نیست، کسی هم انگشت نما نمیکنه. جنایی ما او کارا را بند نمیکنه. کی را بند میکنه؟ الا که شاگردا در مسجد حاجی میر احمد رفع الیدین که آمین بزرگ گفته ولچک کوزه اولا نمیکنه، در اوزه میبره. جناب امیر صاحب اوزه امیر جنایی، در روز قیامت به الله چی جواب میدی؟ و کدام جنایت در مسجد ولچک انداختی؟ تو اونو را جلوگیری بکن که دختر میگرزانه باز آخر هم قتل میکنه. او را جلوگیری بکن. تو چی؟ کدام مردی کرده شهامت داده نشان داده؟ الله از تو سوال نمیکنه. الله ای تو را از پیشت سوال بکنه، لحظه پیره داری تو مکمل. با چشم سر میبینی دفتر جور شده، عنوان دیگه است، در داخل دیگه کارا میشه. برای تو معلوم است یک روز راپور ندیدی، غیرت نکردی سر دین خود، سر افغانیت خودم غیرت نکردی. کدام است؟ جواب میدی یک روز. پارلمان جواب میده، وزارت جواب میده. این ریاست ها و این وزارت ها در روز قیامت یک دم مسئولیت است. نیست؟ و اولئک هم المفلحون، اینمی مردم است رستگار. کسی در کامیابی و رستگاری میرسه که خود تقوا را حاصل کنه، جماعت دیگه داشته باشه که بررسی کنه، یک جای خلل پیدا کنه او را منع بکنه، جلوگیری بکنه. اسلام برای ما طریقی زندگی را نشان داده، نظام برای ما نشان میده چه قسم یک نظامی داشته باشیم مکمل. ولا تکونون شوی کالذین تفرقوا، بمثل او کسانی که تفرقوا فرقه شدن، جماعت شدن، و اختلاف کردن، من بعد ما جاءهم البینات، پس از اینکه آمده بود برشان دلایل واضح برای توحید و یکتا پرستی. آنجا در دینشان مکمل امی گپ بیان شده بود، کتاب برش آمده بود، لیکن دل جور شدن. یهودیت میگفتن نه ما صریح حق هستیم، نصارا نیسته، نصارا میگفتن ما حق هستیم و نیستن. و قالت الیهود لیست نصارا علی شیء و قالت النصارا لیست الیهود علی شیء و هم یتلون الکتاب. کتاب تلاوت میکرد که هر دو دین حق است، یک دین است که اسلام است. ما باید یکی با دیگه یک جا شیم، یک مسلک اختیار بکنیم، جدا نه. لیکن وا اختلاف کردن. قرآن ما را درس میده و ما را منع میکنه که شما به مثل او کسایی نشوه که فرقه شدن و اختلاف کردن. اختلاف دو قسم است، یکی اختلاف محمود، یکی اختلاف مذموم. اختلاف محمود کدام است؟
الله متعال از این اختلاف ما را منع نمیکنه که لازمه طبیعت بشری است. هر انسان الله عقل داده، هوش داده، استعداد داده، در بین این عقل و استعدادات تفاوت وجود داره، افکار متنوع است. الله این را منع نمیکنه، بلکه این اختلاف سبب شگوفای اذهان مردم میشه. در یک موضوع هر کدام نظر اونمون موضوع بررسی شده دیگه هم برجسته میشه، دیگه هم دمو ثمره چیسته در دادن ثمره زودرس میرسه. اختلاف الله منع نکرده و بالکل الله بشریت بین اختلاف پیدا کرده. اختلاف اجتهادی که فقها کرده در مسائلی که نصوص داره، نه در جایی که حدیث آمده اونجا امام عالم کلگی تسلیم به کیستن؟ به نص هستن. از قرآن حدیث که نص آمده و خود اعتراف کرده که زمانی که قول ما مخالف، قانون ما مخالف کی باشه، حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم کجا بزنیشه؟ در دیوال بزنیشه. امام ابو حنیفه رحمه الله چی اعلان میکنه؟ اذا صح الحدیث فهو مذهبی. پس مذهب امام ابو حنیفه چیست؟ اهل حدیث، سری حدیث عمل میکنه، خلاص اعلان کرده کدامشان. بله در مسائل اجتهادی اجتهاد کرده، اجتهاد در اختیار تو قرار داره. در یک موضوع اجتهاد کرده امام ابو حنیفه یک قسم، دوم دیگه قسم، سوم دیگه قسم، چهارم دیگه قسم، پنجم و دهم و بیستم پیدا میشه. نظریات از این جمع کده پیش روی خود بگذار که استنباط یا اجتهاد کی قرین قیاس است، قابل قبول است، قوی است، امور بپذیر. در یک موضوع قول امام ابو حنیفه رحمه الله راجح است، در یک موضوع دیگه قول احمد ابن حنبل، در یک موضوع دیگه قول امام مالک، در یک موضوع دیگه قول امام شافعی رحمت الله علیه، در یک موضوع دیگه چهار مذهب نه امامایش یک عالم دیگه قولش خیلی قوی است، بالکل قول ترجیح بده. این اختلاف بد نیست، این ممدوح است و این اختلاف سبب بدگویی نیست. روش نماز کتابش خوانده یا نه؟ شیخ البانی رحمه الله در اونجا خیلی خوب یک مقدمه را نوشته کرده، بسیار مفید است. کسی که انابت داره، تنگ نظر نیست، تعصب نداره، ضدیت نداره، امور بخونه، بالکل برش کفایت میکنه. حقیقت مذاهب هم برش واضح میشه. و آیا اگر ما نسبت قول خطا را به یک امام میکنیم این اهانت است یا عزتمندی از اوست؟ عزتمندی از اوست، الله برش یک اجر میده. اونجا میگه که اختلاف متقدمین و اختلاف متأخرین با هم فرق داره. او اختلاف نظرات و آرا سبب جدا شدنشان نبود که یکی پشت دیگه اقتدا نکنه یا یکی با دیگه نکاح نکنه یا 4 جای نماز خوانده شود، بلکه یک نماز خوانده میشد. یک صحابی می آمد عقیده‌اش بود که خون نمازه و چی وضو را میشکنه، دیگه چی بود؟ خون وضو را نمیشکنه. امو صحابی پشت امو صحابی اقتدا میکرد که به عقیده‌اش خون وضو را میشکستاند و امی صحابی را دیده که خون از بدنش برآمده دوباره وضو نکرده، امی صحابی دیگه پشت صحابی اقتدا میکرد. اما امروز کتاب ما نوشته میکنه که اگر تو فهمیدی که امام در مذهب مخالف است و در مذهب توی طور یک گپ مرتکب شده که وضوش نشده، تو باید پشتش چی نکنی؟ اقتدا نکنی. خلاص اونجا صحابی پشت صحابی اقتدا میکنه. اختلاف موجب بدگویی نیست، رد نیست، مانع اقتدا نیست. امروز اختلاف تو موجب چی است؟ بدگویی است. کتاب نوشته کرده اگر کسی یک مذهب ترک کرد مذهب دیگر رفت باز چی شود؟ دره زده شود. از شما سوال دارم، حدود پیغمبر تعیین کرده میتونه؟ پیغمبر تعیین کرده میتونه؟ حدود چیزای اندازه شده است، جزاهای اندازه شده. ایره کی تعیین میکنه؟ خیر عالی اگر کتابی ما ایره تعیین کرده چطور کنیم؟ کسی که خدا نعوذ بالله با الله خدا برابر میکنه، ها؟ او را چطور کنیم؟ ما در مقابل یک گناه کدام جزا را مقرر کرده میتونیم؟ مثلا بگوییم که در دزدی دست قطع میشه، کسی که تلویزیونا فحاشی را چی میکنه؟ پخش میکنه، از دزدی کرده فساد از او خیلی زیاد است، باید دستش چی کنیم؟ بگوی قطع کنیم. درست است؟ میتونیم فیصله کرده؟ چرا نمیتونیم؟ این حدود از جانب کی تعیین میشه؟ لیکن خیر کتابی ما چرا نوشته کرده که اگر کسی یک مذهب بگذاره در مذهب دیگر رفت باز چی شود؟ دره زده شود. این را چطور کنیم؟ عجیب نیست؟
یک نفر برام زنگ میزنه و مولوی صاحب چند دوره زده میشه اگر یک کسی یک مذهب پیدا کرد در مذهب دیگر رفت. ما گفتم در کجا هست؟ گفته کتاب گفته. کتاب گفته. کتابا خو خیلی زیاد است. الله رحم بکنه. یکی اختلاف محمود است. اختلاف محمود اینمی اختلاف نظرات و افکار است، اما که منجر به بدگویی نمیشه. یکی اختلاف مذموم است. اختلاف مذموم که نعوذ بالله بنابر خواهشات نفسانی، منافع شخصی، نعوذ بالله و چیسته خود برتردانی به این خاطر که باشه اختلاف مذموم است. اختلاف اهل کتاب به می خاطر بود، به خاطر برتربینی بود یا نبود. یهود میگفتن ما بالاستیم مستحق جنت تنها ماستیم، دیگرها کلش چیسته بگه جهنمیسته. آلی امین جمعی گپا هست یا نیسته؟ راستی تان بگه از حق تیر نمیشیم. امروز همی کلگی نمیگه که تنها حنفیا به حق هستن دیگه باطل هست، همینطور نمیگن؟ تا این اندازه را که میگه عیسی علیه السلام هم که پایین شد در مذهب کیست؟ امام ابو حنیفه. این را خود چی میکنی؟ یک نفر سوال کرد که شما که خود شما در مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله هست، خیر می پیغمبر در مذهب کی بود؟ گفت دیگه در مذهب کی باشه؟ خود در مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله بود. تا این اندازه را غل و افراط، زیادروی، حد گذری گنجایش داره در دین؟ داره در دین؟ چرا علمای ما اصلاح نمیکنه؟ با مردم واضح مسائل بیان نمیکنه؟ نمیگه که ما پیرو کتاب الله و سنت کیستیم؟ رسول الله صلی الله علیه و امام ما پیرو ابی بود، ما هم پیرو ازیستیم. چرا بیان نمیکنه؟ مردم میبینه، به چشم سر میبینه در کدام سرحد رسیده. وقتی یک کسی که رفع الیدین میکنه پشتش اقتدا نمیکنه، حتی در حج میره اونجا در جایی که در حرم نماز بخونه که یک لک نماز است، در اماری خود نماز علیده میخونه. ملاس به حیث معلم حج روان شده اونجا با جا میگه مردم نمازایتان پس بگردانه. چرا؟ به خاطری که اون امام مسلمان واری نماز نمیخونه. شما خود بگوید دیگه این دین است؟ همین دین است؟ این را اختلاف مذموم میگه. و اینمی اختلاف یهود و نصارا همینطور بود که یکی دیگر را نفی کردن. یهود نصارا را، نصارا یهوده. موقع در دست کی آمد؟ بگوید کفار آمد، مشرکین آمد. موقع به مشرکین و کفار آمد و چی میکردن؟ و یکی دیگه خدا میگفت نه شما کلیتان اون طرف ماستیم. امروز همین اختلافات موقع را به دیگه کفار دادیم یا ندادیم؟ دادیم. و میگه نه شما بد هستی، ما خوب هستیم. الله میگه اوطور نکنه. ولا تکونوا کالذین نشوا، و مثل کسانی که تفرقوا، فرقه شدن، جدا جماعت شدن و اختلاف کردن در اصول دین به مقتضای خواهشات و به منافع شخصی خود، نه اختلاف اجتهادی. من بعد ما جاءهم البینات، پس از اینکه برشان دلیل واضح آمده بود که اختلاف نادرست است، کتاب الله وحی الله موجود است، او را پیروی کنه. طریقه پیغمبران علیهم السلام وجود داره، او را پیروی کنه. و اولئک اینمی مردم لهم عذاب عظیم، برایشان عذاب عظیم است. یوم تبیض وجوه، در روزی که سفید میگردد رویها، و تسود وجوه، سیاه میگردد رویها. بعضی رویها سفید میگرده به نور ایمان که رویای اهل سنت والجماعت هستند. اهل سنت والجماعت. ابن عباس رضی الله عنه میگه اهل سنت رویایشان سفید میگرده و تسود وجوه، سیاه میگرده رویا از اهل بدعت و کسایی که فرقواریت اختیار کرده. فاما الذين اسودت وجوههم، پس هرچی کسانی هستند که سیاه شده رویهایشان، برشان گفته میشه کفرتم بعد ایمانکم، آیا شما انکار کردی پس از ایمان آوردنتان؟ فذوقوا العذاب، بچش عذاب بما کنتم تکفرون، بسبب ازی که مسلسل شما انکار میکرده دیگه از او خاطر اینی عذابتان دائمی است. و اما الذين ابيضت وجوههم، هرچی کسانی هستند که سفید هستند رویهایشان، ففی رحمت الله، یا در رحمت الله است که جنت است، هم فیها خالدون، یا در رحمت الله همیشه هستند. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق، یه پیغمبر علیه السلام حالات بنی اسرائیل بیان کردن به خاطر یک مقصد است. کدام مقصد است؟ اینمی آیات را نتلوها، ما تلاوت میکنیم علیک بالای توی پیغمبر علیه السلام بالحق، مطابق واقع، چیزی که در واقعیت است را براتون بیان میکنم. یک معنا بالحق، ما تلاوت میکنیم بالای تو آیات های الله را بالحق که مشتمل مکمل به حق است، چیزی که در بیان میشه حق است، واقعیت داره. و ما الله اراده نداره الله، و ما الله یرید، الله اراده نداره ظلم للعالمین، بالای مخلوقات الله اراده ظلم نکرده که ظلم سر از جا بکنه.
الله خواسته که و مورد عنایت و رحمت الله قرار بگیره و این به یک پیروی از یک نظام یا مورد رحمت قرار میگیره، نظام اگر جدا شود چی نمیشه؟ مورد عنایت و رحمت الله قرار نمیگیره. در اینجا مسئله سفیدی روی است. مراد از این روشنی ایمان و کلمه توحید است که در قلب کسی جا گرفته، اونجا روی ها را هم آثارش روشن میسازه و یا اهل سنت هستند. اهل سنت کی را میگه؟ امی کتابه که گفتم از چیستا امام طحاوی رحمه الله، عالم شهیر و چیستا آوازدار علمای احناف هسته که اونجا عقیده اهل سنت مکمل تشریح و بیان شده. بعد از اون عقیده را قطعی عقیده امروزی مردم مقایسه کنه که اهل سنت و الجماعت براتان واضح شود، بعد از خود به خود معلوم میشه که اهل سنت کیسته و کی برای خود منتسب میکنه خود به اهل سنت. اهل سنت کسی که سنت پیروی از سنت میکنه، روش پیامبر لابلای کتابای حدیث جستجو میکنه و بعد از او سرش عمل میکنه، دفاع از پیش میکنه. الله از او جمله ما را بشماره. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، خاص برای الله است آن چیزی که در آسمان است و ما فی الارض آن چیزی که در زمین است. همه اختیارات، اگر چیزی را قانون گذاری میکنه، اگر منع میکنه، حلال میکنه، حرام میکنه، همه مالکیت و اختیارات از کیست؟ الله. تدبیری آسمان و زمین الله میکنه، مالک آسمان و زمین الله هست و همچنان ایجادش هم الله کرده. و الی الله ترجع الامور، خاص به سوی الله بازگردانیده میشه تمام امور. این اختلافات امروزی پیش الله پیش میشه، اونجا باز الله فیصله میکنه کی حق است و کی باطل. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا. برای دریافت سلسله درس‌های تفسیر قرآن کریم توسط استاد ابو عبیدالله متوکل رحمه الله به شبکه یوتیوبی مولانا متوکل رحمه الله وارد شوید.